دیوانه بازی. نویسنده کریستین بوبن. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. ازدواج هنوز برای تو خیلی زود است دخترک. من و پدرت دلمان میخواهد رضایت دهیم، ولی مواظب باش. زندان هر قدر هم راحت و قشنگ باشد باز هم زندان است. آدم خیلی آسان پا به داخلش میگذارد و بعد هم خیلی وقت و تلاش لازم است تا بتواند از آن بیرون بیاید. نمیخواهم بگویم رومن زندان بانت است. دوستت پسر خوبی است. من میگویم بدتر از این، هر دو زندانی خواهید شد. در این زندان نه نگهبانی هست، نه دری، نه میله‌ای و نه قفلی. با این همه زندان است. پدرت را متقاعد کردم اسناد را امضا کند. اجازه نامه را با پست برایت میفرستم. من همیشه بلد بودم پدرت را متقاعد کنم. کار دشواری نیست. او مثل همه مردهاست. اقتدار را با خشم عوضی میگیرد. وقتی خبر ازدواجتان را به او دادم، اول شروع کرد به نعره زدن. بعد از خودش پرسید آن روز چه لباسی باید بپوشد. همراه با این اوراق کمی هم پول توی پاکت گذاشتم. ازدواج از هر جنبهش که نگاه کنی گران تمام می شود خوشگلکم. حتی اگر در کلیسا هم مراسم نگیرید. از خودم میپرسم چرا؟ علاوه اگر من بودم عکس این عمل میکردم. حتی اگر امکان پذیر نباشد. من دوست داشتم با پدرت در برابر فرشته ها ازدواج کنم. آنها شاهدهای خیلی بهتری از کارکنان شهرداری هستند. خب مثل این که دارم پرت و پلا میگویم. در زندگی کارهایی است که اجباری است. یا آدم گمان میکند اجباری است. نتیجهش یکیست. پس برو برای ازدواج رسمی در شهرداری نگویی نگفتی. 17 سالگی برای ازدواج خیلی زود است. ولی خوشحالم که گوش به حرفم نمیدهی. اینطور خوشم میآید. نشانه خوبی است. خوب تربیتت کردن کوچولو. به تو یاد دادن جز به حرف دلت به حرف کسی دیگری گوش نکنی. امیدوارم اشتباه کنم. میدانم که اشتباه نمی کنم. فرقی نمی کند. راه درست برای بچه‌ها هرگز همان راه پدر و مادر نیست. هرگز. پندر درس‌هایم را به همینجا خاتمه میدهم. بیفایده‌اند. روز عروسیت هدیه‌ای هم دریافت خواهی کرد. حالا نمیگویم چی. خودت خواهی دید. دیگر گوشی رو میگذارم. پدرت میگوید تمام روزم را پای تلفن میگذرانم. جالب اینجاست که گلفروش هم همین سرزنش‌ها را به من میکند. البته ملایم‌تر، سبک‌تر. خب دیگه میبوسمت. دوقلوها هم تو را میبوسن. همگی اینجا تو را از دور میبوسن. تا روز شنبه برای جشن. گفتگو 2 ساعت طول کشید. یعنی نمیدانم اسم این را میشود گفتگو گذاشت یا نه. من حرفی نزدم. تمام مدت مادرم حرف میزد. مثل همیشه وقتی آواز میخواند یا میخندد. صدایش برایم آرامش بخش است. اینکه مادرم آنجا در شهرستان دوری باشد، با من که تازه در پاریس مستقر شدم حرف بزند، که این صدای جادویی 1 ساعت پس از اینکه تلفن در آپارتمان کوچکمان نزدیک باستید نصب شد، در گوشم طنین انداز شود. برای شاد کردنم کافی است. داروی شفابخشی است در برابر مرگ. مرگ، تیر روزی، دیوانگی. همه اینها را به محض ورود به پاریس از طریق دروازه اورلان دیدم. 3 ناودانی که مراقب این شهر بزرگ است. مرگ، تیر روزی، دیوانگی. بعد این چشمانداز را فراموش کردم. یک پاریسی شدم. عجول، پردغدغه، با نشاط، ولخرج، ورشکسته. میان کندوی از رنج و پول زندگی می کنم. همیشه می توان یک طوری کنار آمد. آنچه اینجا نیست، آنچه پیدا می شود. یک روز مثل دورانی که در مدرسه بودم، جاهایی را که در پاریس از همه بیشتر خوشایندم بود در دفترم یادداشت کردم. باغ لوکزامبورگ، درخت‌های موزه رودن، باغ سرگذرهای کوچک و از این قبیل. نگاهی به این مجموعه انداختم و لبخند زدم. آنچه در پاریس دوست دارم، ییلاق است و گوشه دنج دلخواهم، گورستان پرلاش. در آنجا خاطرات دلپذیری از دوران کودکی را باز می‌یابم. کمی از این نشاطی که مال دوران سیرک است و تا میان این گورها ادامه یافته است. جلو آمدن غافلگیرانه شاخ و برگی میان صلیب‌ها، جست و خیز خورشید روی سنگریزه‌های خیابان‌ها و اپرای مادرم. حیاتی کنار گورستان داشتیم. تابستان‌ها مادرم رخت‌ها را برای خشک شدن آنجا پهن می‌کرد.
ضمن خواندن آهنگ‌های ایتالیایی، ملافه‌های سفید تمیز را روی علف‌های سبز پهن می‌کرد. مرده‌ها در ردیف اول این اپرا جا داشتند. به طور حد حسابی کیف می‌کردند. مادرم جاودانه است. این را می‌دانم که مرگ روزی در جسمش رخنه خواهد کرد و روح از آن بیرون می‌رود تا بتواند نفس بکشد. به گشت و گذار در جای دیگر و به طریق دیگر ادامه دهد. اینها را می‌دانم. ولی در انتظار آن روز که نباید هم انتظارش را کشید، از شنیدن صدایش از شادی لبریز می‌شوم. شنیدنش، نه گوش کردن به آنها. واژه‌ها اهمیت چندانی ندارند. در زندگی چی داریم به هم دیگر بگوییم؟ جز روز بخیر، شب بخیر، دوستت دارم و هنوز زنده‌ام. کمی دیگر با تو روی این زمین زندگی می‌کنم. اینکه مادرم نظرش را درباره ازدواج بگوید یا دستور پخت خوراک خرگوش با آلوچه را به من بدهد، فرقی نمی‌کند. حرف‌ها تغییر می‌کنند. صدا می‌ماند. صدایی که کار اصلیش را انجام می‌دهد، که بدرود می‌گوید، که تکرار می‌کند، که پافشاری می‌کند. من اینجایم، پس تو هم اینجایی، زنده مانند من. چرا چیز دیگری اختراع کنیم؟ برای رد و بدل کردن همین کافی است. بنابراین پس از سیل و طوفان، ازدواج. آب ماهیخانه جمع شده. ماهی‌ها ریخته شدن توی سطل زباله. پدر رومن خسارت‌هایی را که به او وارد شده برآورد می‌کند. سر به میلیون‌ها می‌زند. به ما می‌گوید موقعیت روشن است. یا رومن به درسش ادامه می‌دهد و دیگر در این باره حرفی نمی‌زنیم، یا سماجت می‌کند نقش هنرمند را بازی کند. در این صورت باید تعهد کند خسارت‌ها را بپردازد. رومن با رنگ پریده به پدر و مادرش نزدیک می‌شود. آنها را می‌بوسد. دست به کمر من می‌اندازد و می‌رویم بیرون. در آستانه در برمیگردد و خطاب به مادرش می‌گوید به تحصیل ادامه نمی‌دهم و در سپتامبر هم ازدواج می‌کنیم. اولین بار است که می‌شنوم از ازدواج حرف می‌زند. من حرفی نمی‌زنم. حرفی ندارم بزنم. موضوع ازدواج را به مادرش اعلام کرده، نه به من. و چرا از من تقاضا نکرده؟ قطب‌نمایم را باز می‌یابم. غریزه‌ام. فرمول شگفت‌انگیزم را خواهیم دید. بعد هم سوار اتومبیل می‌شویم. از در بزرگ باغ بیرون می‌رویم. دهکده را طی می‌کنیم. بزرگ راه را در پیش می‌گیریم. در اتومبیل اول سکوت، بعد پرسشی که پاسخ سریع آن را در هم می‌شکند. روزی از این بابت از من دلگیر نمی‌شوی، رومن؟ البته که نه. چرا باید از تو دلگیر شوم؟ دوباره سکوت. حق با اوست، با رومن. بابت چی باید از من دلگیر شود؟ اتومبیل می‌رود. آسمان همه جا گسترده است. کمی سردم است. عجیب است که آدم در قلب تابستان سردش باشد. ازدواج کردن در شهرداری، نه در کلیسا. مثل سوزاندن جنازه است به جای دفن کردنش. مراسمی زودگذر با ناراحتی زیاد. غیر واقعی و بیرنگ و رونق. چه اهمیتی دارد؟ رومن اصرار کرد. نه ارگ، نه متصدی مراسم و نه لباس سفید عروسی. اگر نبوغ ابتکار مادرم نبود، خیلی زود خاتمه می‌یافت. کارکنان سیرک را خبر کرده است. همگی در سالن ازدواج حضور دارند. با لباسهای خودشان. دلقک در لباس دلقکی، بندباز در لباس بندبازی، رام کننده حیوانات در لباس رام کننده. همگی. حتی میمون کوچکی هم روی شانه دلقک نشسته است. و اما گل فروش. هرچه گل توی مغازش داشته، گل‌های سفید، زنبق، رز، لاله، یاس، همه را آنجا آورده. به جای فرشته، دلقک شاهدم است. 3 ثانیه برای امضا کردن طول می‌کشد و کار تمام است. حالا اسمم خانم کروک است. اسم بامزه‌ای است. به نظرم که به من میآید. شبیه اسمایی است که برای گریزهایم انتخاب می‌کردم. 3 روز است از هتل بیرون نرفتم. زکام بدی شدم. نه، زکام خوبی شدم. کمی تب و رویاهای زیاد. صاحب هتل صبحانه‌ام را به اتاقم می‌آورد. نان روغنی، قهوه، عسل. زنبورهایی که این عسل را ساختند در 2 کیلومتری اینجا کندویشان خوابیدند. چیزی نمی‌نویسم. به موسیقی هم دیگر گوش نمی‌کنم. خیکی را همچنان دوست دارم. سرشت وفاداری دارم. آنچنان که گاهی نیاز پیدا می‌کنم از این سرشت بیاسایم. جای دیگری بروم.
روی درخت مجاور پر بکشم. این روزها با یک نفر دیگر به خیکی خیانت میکنم. و چرا نه با 4 نفر دیگر؟ دوست دارم آهنگ‌های بیتل ها را گوش کنم. دیگر بیرون نمیروم. از صاحب هتل هم جرئت نکردم بخواهم نوار کاستی برایم بخرد. از زکام مثل یک دوست مواظبت میکنم. شب پنجره را به روی رطوبت صنوبرها باز میکنم. این نوع بیماری کوچک را میپرستم. در گذشته تر و خشک کردنهای بیشتر و چند بازیچه دور از تصور را برایم همراه میآورد. وقتی تب هم با آن میآمیخت، چیزهای قشنگی میآفرید. روحی که در چند سانتیمتری جسم سوزان در پرواز بود. رغبتی که همه اعضا را در بر میگرفت و نوعی کسالت که کسلم نمیکرد. پس دنیا میتوانست به همین سادگی باشد. تکه‌ای از آسمان که از توی بستری از پنجره میشود دید. زکام، آبل مرغان و سرخک 3 فرشته زنگ‌های تفریح هستند. بچه‌های دیگر که مبتلا نشدن برمیگردن سر کلاس و تو به بازی کردن ادامه میدهی. دکتر مهربان حقی را به تو اعطا کرده و برگ مرخصی به تو داده است. میتواند دست کم 3 روز از دنیا و زندگیش کناره بگیرد. به رومن فکر میکنم. ولی شاید فکر کردن به کسی جز خود آدم ممکن نباشد. یا شاید هم از تاثیرات زکام باشد. در فکرم رومن کسی جز خودم نیست. از خودم میپرسم پس از گذشت این همه سال در نظر این پسر به چه شکلی جلوه گرم؟ شاید امروز به همان شکلی در نظرش جلوه گرم که او در نظر من. یک شبح. شناخت کمی از او داشتم. فقط در عشق است که آدم طرفش را خوب میشناسد و من هم خیلی کم دوستش داشتم. بینوا در این قضیه تقصیری ندارد و خود من هم زیاد دخیل نیستم. ذرات عشق، سرگردان، همه جا با ذرات هوایی که تنفس میکنیم آمیخته است. گاه فشرده میشوند و همچو باران به سر ما میریزند. گاهی هم نه. این موضوع همان اندازه کم و به تصمیم و بستگی دارد که فرو ریختن رگباری بهاری. همه کاری که آدم میتواند بکند این است که تا حد ممکن جایی پناه نگیرد. و شاید در ازدواج همین جنبهش هست که میلنگد. جنبه چتر بودنش. دیشب با لباس خانه رفتم توی سالن. دیر وقت بود. فقط نماینده نوشابه‌های الکلی آنجا بود که جلوی تلویزیون به خواب رفته بود. برنامه درباره کتاب بود. احمقانه مثل دیگر برنامه‌ها. فروشنده نوشابه الکلی خورناسه می‌کشید. روزنامه ورزشی مثل پیشبند بچه‌ها میان چانه و شکمش پهن بود. روی صندلی دسته‌داری نشستم. اعلان‌های تبلیغاتی را درباره ژورا خواندم که در اختیار گردشگران گذاشته شده بود. افسانه، تاریخ، اقتصاد. این گونه خواندنی‌های غم‌انگیز را خیلی دوست دارم. راهنمای گردشگری شهرها، کاغذهایی که داخل جعبه‌های دارو می‌گذارند، برچسب قوطی‌های کنسرو، یادداشت‌های علمی، به کندی می‌خوانم. تازه به انتهای یک جمله رسیدم که آن را از یاد میبرم. در مدرسه هم همین واکنش را سر درس جغرافیا یا علوم طبیعی داشتم. یا در برابر پدرم وقتی میخواست پند در درس‌های اخلاقی به من بدهد. هر بار که ادعا میکنم میخواهند چیزی به من بیاموزند، در حالتی از اطاعت و حماقت محض قرار میگیرم. در ظاهر مطیع و فرمانبردار و در باطن غایب ز میانه. بایستی ساعت 1 پس از نیمه شب میبود. داشتم یادداشتی را درباره ساخت اسباب‌بازی‌های چوبی می‌خواندم که ناگهان تحولی در برنامه تلویزیون پدید آمد. عده‌ای درباره بیماری ایدز حرف می‌زدند. عده‌ای از آنها پزشک بودند و عده‌ای هم بیمار. نه حساسیتی در کار بود و نه قضیه فروش کالایی. چهره‌ها از کلامی آرام روشن بود. این آدم‌ها انگار زمان پایان ناپذیری در اختیار داشتند. هر یک به حرف دیگری گوش می‌کرد بیان که کلامش را قطع کند. یا با پرسش‌هایی گیجش بکند یا بدتر از آن پاسخی بدهد. گویی نزدیک بودن مرگ. سرانجام امکان همزیستی به طور دست جمعی را فراهم آورده بود. زیبایی این چهره همچون آب تازه و خنکی حالم را به جا آورد. برگشتم به اتاقم. خواب بیدرنگ به سراغم آمد. زندگی مشترک را ظرف 15 روز شناختم. طاقت فرساست. 15 روز برای باز شدن چشم‌ها و دیدن حقیقت کافی است. حتی زیادی هم هست. همه کارآموزی‌ها طاقت فرساست. شب‌های اول به علت حضور رومن کنارم توی رخت خوابم نمی‌برد. تابستان گذشته در خانه پدر و مادرش هر یک اتاقی برای خودمان داشتیم. عشق‌بازی را دزدکی می‌کردیم. او
علاقه عجیبی به میوه دزدیده شده داشت. خواب موضوعی خصوصی باقی میماند. هر کس در اتاق خودش دراز کشیده میان ملافه‌ای سفید در عمق قایقی تاریک. خواب مثل دوران کودکی است. نمیتوان در آن با کسی شریک شد جز با گرگ. 15 روز طول میکشد تا وضعیت مناسبی برای خوابیدن را در بستر زناشویی پیدا کنم. روی شکم میخوابم و سرم را به طرف دیوار برمیگردانم. فراموشکار و سبکبال. رومن کارم را آسان میکند. چون دیر وقت پس از اینکه ساعتها با نوشته‌هایش ور رفته به بستر میآید. باز هم همان نامه‌های عاشقانه. دیگر آنها را با دست نمی‌نویسد. با ماشین تایپ می‌کند. صدای ماشین تحریر مانع خوابم نیست. برعکس مثل فرو ریختن قطره‌های باران روی شیروانی است. تصنیف آرامش بخش. اسم کتاب رومن چندین بار عوض شده. در گذشته اسمش بود ابطال تمر. بعد به فرستنده مدت داده شود. امروز فاجعه. برای مجموعه از نامه‌های عاشقانه اسم مناسبی است. شغلی برای فروشندگی در یک مغازه عطرفروشی پیدا کردم. برای خریدهای خانه، اجاره و خریدن نوارهای ماشین تحریر پول کافی به دست می‌آورم. این وضعیتی است که برای یک همسر در نظر مجسم می‌کنم. همه چیز برای تو عزیزم. تو در خانه میمانی و دغدغه جز نوشتن نداری و من هم به تو غذا میرسانم. خودم را در نقش کلفت یک هنرمند خیلی زیبا می‌بینم. خودم را در این تصویر دوست دارم. به محض اینکه وارد آپارتمان خالی شدیم، یک معشوق برای خودم پیدا کردم. نه از آن معشوق‌هایی که مشتری‌های عطرفروشی برای خودشان دست و پا می‌کنند. این شغل به اندازه عروسک بازی برایم جالب است. انگار تو مشتری بودی و من فروشنده. ازدواج هم شبیه عروسک بازی است. انگار تو شوهر بودی و من زن. در مغازه خیلی سریع از ماجراهای عاشقانه زنان محله با خبر شدم. من فقط عطر نمی‌فروشم. به زنهایی که میآیند برای پیرایش موهای اضافی در پستوی مغازه رسیدگی می‌کنم. آنها با هم گپ می‌زنند و من گوش می‌کنم. من هم معشوقی برای خودم برگزیدم. و این نه معشوقی مثل این زنها. نه شوهری دیگر. شوهری نیمه وقت. معشوق من تمام مدت زیر پنجره‌ام است. رومن حسود نیست. اشتباه می‌کند. صبح و شب فکر و ذکرم پی معشوقم است. چشمهایم برای او می‌درخشد و دلم ستایش او را می‌کند. معشوقم یک درخت افراست. یک درخت افرا در قلب محله بایستی و در حیاط داخلی ساختمان. به خاطر این آپارتمان کوچک را انتخاب کردم. باید این را هم اضافه کنم وقتی برای اولین بار به او برخوردم در اوج شکوهمندی‌اش بود. حالا دارد عادتهای پاییزی‌اش را از سر می‌گیرد. در آتشی ارغوانی رنگ می‌سوزد. چگونه می‌توان در برابر این دلربایی ایستادگی کرد؟ به حجم کتاب رومن اضافه می‌شود. دیگر یک کتاب نیست، یک نشانه است. بیش از 400 صفحه فشرده و پرمطلب. شبها می‌نویسد، روزها می‌خوابد و عصرها به کافه می‌رود. گاهی من هم همراهش می‌روم. برای پیدا کردن این کافه همان اندازه دقت به خرج داده که برای پیدا کردن جمله زیبا. 7 تا کافه عوض کرده تا این یکی و هم صحبت‌های دلخواهش را پیدا کرده است. 4 نفرند و هر روز سر همان میز می‌نشینند. رومن، آلن، لوک و اتین. 4 حواری. مسیحشان هنر است. اتین میان آنها تنها کسی است که شغلی دارد. توی یک بانک کار می‌کند. میان نوشتن 2 تراز حسابداری آهنگ می‌سازد. آلن نقاش است. یا دست کم سر و وضع نقاش‌ها را دارد. لباس مخصوص، پیپ گوشه دهان، موهای افتاده روی چشم‌ها، شال گردن ابریشمی بنفش کمرنگ، شلوار مخمل سیاه با راه‌های درشت. لوک مثل رومن می‌خواهد راه فلوبر را دنبال کند. می‌نوشند، حرف می‌زنند و می‌خواهند در دنیا طرحی نو دراندازند. خلاصه آنها دنیای جدیدی می‌سازند و من نگاهشان می‌کنم. گمان می‌کنم در طول همین گردهمایی هاست که من شروع می‌کنم به کمتر رومن را دوست داشتن. کمتر دوست داشتن یعنی به هیچ وجه دوست نداشتن. می‌دانم که دنیا متعادل نیست و باید کمی نظم و ترتیب در آن ایجاد کرد. یا شاید هم بی‌نظمی تا گرگ‌ها، یهودی‌ها و بچه‌های کرتی بتوانند بدون هراس در آن آمد و شد کنند. خب این را می‌دانم، ولی میان این 4 نابغه گمنام عالم ادبیات، موسیقی و نقاشی نه گرگی می‌بینم، نه یهودی و نه هیچ یک از چهره‌های کرتی را. چیزی جز جاه طلبی‌های کوچک نمی‌بینم. 4 روح جدی و سنگین. آنها نمی‌خواهند دنیا را از نو بنا کنند.
خیلی ساده میخواهند جایی برای خودشان در آن دست و پا کنند. جایی هرچه بزرگتر لایق استعدادشان. استعداد رومن را ظاهرا ناشرهای در نمییابند. دستنویس را به پایان رسانده و برای 15 تا ناشر فرستاده است. 2 ماه گذشته است و نامه‌های امتناع از پذیرفتن کتابش از در و دیوار صندوق پست بالا می‌رود. رومن غرورلند کنان میگوید همگی احمقند. رمبو ناچار شد آثارش را به هزینه خودش چاپ کند. از اینجا می‌شود درک این آدم‌ها چه بیشورند. در می‌یابم که هر شب وقتم را با رمبو می‌گذرانم. چیزی که به نظرم خنده‌دار می‌آید این است. رمبو به زنها توجهی ندارد. نه، درباره رومن نمی‌توانم همین حرف را بزنم. رفتارش عوض شده. تنبلی که در دلش نشسته و همزمان در دل من. در خونش رخنه کرده است. وقتی این خون به سر انگشت‌هایش می‌رسد تبدیل به خشونت می‌شود. چیزی ندارم بر ضدش بگویم. پسر خانواده مؤدب رفته و هنرمندی عبوس جانشینش شده. ولی در اظهار فروتنی همچنان که در ابراز خشونت چیزی کم و کسر است. چیزی یا کسی. با سر فرو رفتم در متکای پر نر و از دور معشوق شکوهمندم را نگاه می‌کنم. درخت افرایی است که برگ‌هایش به کوچکترین باد می‌لرزد. بخت با او بیشتر از من یار است. از فروشی را رها کردم و در یک کتاب فروشی کار می‌کنم. زیرزمینی نزدیک هال. جایی برای عوض کردن کتاب و خریدن کتاب‌های دست دوم. خواننده‌ها آنجا می‌آیند تا خود را از شر کتابخانه‌هایشان خلاص کنند. من دستچین می‌کنم. کتاب‌های معمولی را در روکش پلاستیکی می‌پیچم و کتاب‌های کمیاب را در کاغذهای شفاف. رومن دومین کتابش را شروع کرده است. سرنوشت اولی به حیات ساختمان خاتمه یافت و در آنجا ورق به ورق پاره شد. شبی در ژانویه بود، بدون برف. صبح زود سرایدار و همسایه‌ها 10 نامه عاشقانه را دیدند که اطراف درخت افرا پراکنده شده. همچون برفی نامنتظر و به همان اندازه بچگانه. عروس و داماد و مهمان‌ها از کلیسا بیرون آمدند. داشتن از جلوی هتل می‌گذشتند که خروارها آب همراه با تاریکی از آسمان به سرشان فرو ریخت. رگبار از صبح مثل سگ ولگردی توی آسمان پرسه می‌زد. فریادهای ساقدوش‌ها به طور حتم آن را برانگیخت. دسته کوچک پرید توی هتل تا از خیس شدن مصدوم بماند. صاحب هتل شراب داغ مخلوط با هل به آنها خوراند. من تنها بودم. انتهای هتل نشسته بودم و روزنامه می‌خواندم. از من دعوت کردم با آنها بپیوندم. نمیدانم چه چیزی باعث می‌شود با دیدن یک تازه عروس تا این حد تحت تاثیر قرار بگیرم. این یکی خیلی جوان بود. می‌شود گفت یک دختر بچه. لباس عروسیش که بر اثر باران خیس و لکه‌دار شده بود، حالتی یک قاب دستمال را پیدا کرده بود و تاج گل بهار نارنجش هم پاره شده بود. شوهرش که سن و سالی بیشتر از خودش نداشت، نمیدانست چه بکند. صورت دختر بچگانه او را میان دست‌های زمختش گرفته بود و به ملایمت نوازش می‌کرد و می‌کوشید آن را مثل کاری که آدم با حیوانی خانگی می‌کند گرم کند. و در عین حال چشم از من بر نمی‌داشت. ظاهراً به مزاجش خوش آمده بودم و هیچ ناراحت نمی‌شد ضمن دلداری دادن به یکی با دیگری هم چشترانی کند. رگبار رفت جای دیگری شر بپا کند. عروس و داماد و همراهان میان سر و صدای صندلی‌ها از جا برخاستند. خواستم پول شرابی را که خورده بودند حساب کنند. صاحب هتل عصبانی شد. در روزی مثل امروز آدم دست به جیبش میبرد؟ چه خیال کرده اید؟ عروس و داماد جلوتر از همه بیرون رفتند. داماد آخرین نگاه را به من کرد. چیز رنجاوری در این نگاه بود. آمیزه از تمنا و اندوه. خیلی دلم میخواهد با تو دوست شوم، ولی میبینی که گرفتار این یکی هستم. بار اولی نبود که چنین حالتی را در چهره مردی میدیدم. همین برق کوچک خیس. وقتی یکی از دخترهایی را که در کتاب فروشی کار میکرد به خانه دعوت کردم، در چشمهای رومن درخشید. باید بیشتر دقت کنم. باید نسبت به این فکر که گاهی وجودم را در خود میگیرد بیشتر بدگمان باشم. فکری است غم‌انگیز و غمگین کننده. فکر این که همه پیوندهایمان ساختگی است و بدتر از آن خنده‌دار. بله، گاهی به نظرم میآید که همه احساسهایمان حتی ژرف‌ترینشان یک نوع جنبه خنده‌دار محو نشدنی دارد. ژرف بودن این احساسها ربطی به عشق ندارد.
همه‌اش مربوط به عزت نفس است. ما برای خودمان گریه می‌کنیم و فقط خودمان را دوست داریم. این فکر فی نفس چندان ابلهانه هم نیست. موقعی ابلهانه می‌شود که در مسیرش اندوه با خود بیاورد. حقیقت نمی‌دانم چیست، ولی اندوه را چرا می‌شناسم. دروغ است و نه چیزی دیگر. این فکر را از مادرم دارم و همچنین از خیکی و حتی می‌توانم بگویم از رومن در آخرین ماه‌ها. شعری را می‌خواند، من هم همراهش خواندم. زندگی مشترک عظیم و بی‌انتهاست. از یک سو می‌تواند نابود شود و از سوی دیگر به آرامی ادامه یابد. زندگی مشترک حیوان بزرگ مقاومی است. به دشواری می‌میرد. آنتون آرتو. اسم شاعری بود که رومن شعرهایش را می‌خواند. پس از او من می‌خواندم. جمله‌هایی را که زیرشان خط کشیده بود. آن را در نامه‌ای که در 1945 به رودز نوشته شده بود به یاد می‌آورم. وضعیت روحی باعث می‌شود روح از یاد برود. من آن را به این شکل می‌گویم. وضعیت روحی مانع آمدن روح می‌شود. بعد به آن می‌افزایم. روح چیست؟ طبعا پاسخی برای آن ندارم. از این گونه پرسش‌ها هزار دارم. من در هتل اقامت کردم تا به پرسش‌هایم اجازه نفس تازه کردن بدهم و نیز نگاه کردن را. نگاه کردن اندیشیدن است. اندیشه پیش از اینکه در کتابی بیارامد. جهان را سیر می‌کند و تصویرهایی را که ما از میانشان انتخاب می‌کنیم از آن بیرون می‌کشد. در چهره آن تازه داماد حالتی بود که در هیچ کتابی درباره ازدواج نمی‌توان یافت. خیلی چیزها را فراموش می‌کنم. ولی چنین صحنه‌هایی هرگز از یادم نمی‌رود. زندگی اولم، زندگی دوره‌گردیم بسیاری چیزها درباره دنیا به من آموخته است. برای کولی‌ها و کارکنان سیخ شهرها شبیه یکدیگرند. تکه زمینی در حومه، کمی گل‌آلود، کمی بی‌علف. در محله‌های عیان نشین جایی برای دلقک‌ها نیست. نه اینکه دو دنیا وجود داشته باشد. یکی برای ثروتمندها و یکی برای تهیدست‌ها. خیلی مهمتر از این است. فقط یک دنیا وجود دارد. آن هم دنیای ثروتمندان است. و کنار آن یا پشت سرش ساختمان‌های بدقواره پسمانده‌های این دنیا. یاد روزی می‌افتم که پدرم مرا به یکی از خیابان‌های قشنگ نیس برد. دنبال هدیه‌ای برای زادروز مادرم می‌گشت. وارد یک جواهر فروشی شدم. صورتم کثیف بود. تمام پیش از ظهر با بچه‌های دیگر توی خاک‌ها قلب زده بودم. پدرم ریشش را نتراشیده بود. لکه‌های سیاه روغن روی شلوارش بود. هرگز نگاهی را که زن فروشنده به پدرم کرد از یاد نمیبرم. تجربه تحقیر شدن مثل تجربه عشق است. فراموش نشدنی. نمیدانم روح چگونه چیزی است. ولی خوب میدانم در کدام بخش از بدن بخار میشود تا سرانجام نابود شود. نقطه سیاه کوچکی در مردمک چشمها. تحقیر. بدتر از همه جرقه‌ای بود که در نگاه آن زن فروشنده درخشید و چهره‌ای که در برابر دسته اسکناسی که پدرم از جیبش بیرون آورد گشاده و خندان شد. چشم‌های آدم‌ها خیلی تغییر پذیرتر از چشم‌های گرگ‌هاست. آنچه آدم در آنها می‌بیند خیلی وحشتناک‌تر است. سال‌های سر کردنم با رومن پایان می‌گیرد. بیدرنگ متوجه این موضوع نمی‌شوم. برای اینکه چیزی به پایان برسد باید چیز دیگری آغاز شود. و آغازها را نمی‌توان دید. 7 سال است که با هم هستیم. به این زندگی اندکی بیمزه خو گرفتم. با ازدواج چیز سرزنده‌ای دور شده است و این دور شدن به من آسایش می‌بخشد. گمان می‌کنم این همان چیزی است که به آن می‌گویند زندگی مشترک. پایان دوران کودکی. و نیز گمان می‌کنم چنین پایانی پرهیزناپذیر است. گریزها خاتمه یافته. مادرم این را به من یادآور می‌شود. مادرم کمی اشتباه می‌کند. توی این 7 سال گریزهایی داشتم. وقتی آدم زن بدقیافه‌ای نیست، خیلی راحت می‌تواند در خیابان‌های باغ لوکزامبورگ مردی را به خود جلب کند و چیز خیلی ساده‌ای را به او بگوید. مرا با خودتان ببرید. مرا ببرید به مونزن میشل یا به وزله یا به گراند شارتوز. وقتی می‌رسیم، اگر امکان داشته باشد ساکت قدم می‌زنیم. شب شما را به رستوران بزرگی دعوت می‌کنم تا در آنجا صدف تازه یا خوراک گوساله یا گراتن بخوریم.
سر میز شما هستید که درباره موضوع گفت و شنود تصمیم میگیرید. من به حرفایتان گوش میکنم. این یکی از آن کارهایی است که خوب بلدم انجام دهم. برای شب در هتل 1 یا 2 اتاق خواهیم گرفت. هنوز نمیدانم. این بستگی به شما دارد. به لذتی که از حرفهایتان خواهم برد. بیدرنگ حرکت میکنیم. در این مورد بی تأمل، بی آنکه حرفی به کسی بزنیم. فردا غروب برمیگردیم. طی 7 سال 20 بار این پیشنهاد را به مردها میکنم. ولی 4 بار بیشتر پاسخ مثبت نمیشنوم. بیشتر مردها از آن وحشت میکنند. خیلی هم با قیافه سگ کتک خورده اظهار تأسف میکنند و میگویند بدون خبر دادن به عده زیادی نمیتوانند جایی بروند که طبعا با غیبت آنها موافق نخواهم بود. این آدم‌ها از همسر شروع میشود تا پدر سالار. خیلی کم هستند کسانی که از انتخاب این محل‌ها تعجب میکنند. به اینها میگویم میخواهم به زیارت بروم. ناگهان هوس دیدن کلیساهای قدیمی و آوازهای مذهبی را کردم. همه چیزهایی که با تارک دنیاها سر و کار دارد. و اما به رومن در برگشت از اولین سفرم توضیح میدهم. دلم برای کارکنان سیرک تنگ شده بود. 2 روز رفتم آنها را ببینم. در آینده هم گهگاه این کار را خواهم کرد. وقتی با او از خلیج مونس میشل یا از صومعه اوکانب حرف میزنم، بیشتر از نیمی از گفته‌هایم دروغ نیست. در آنجا بودم. حتی اگر شبم با بازی‌های سیرک و کارکنان آن ارتباطی نداشته است. به این گریزها مباهات نمی‌کنم. شرمگین هم نیستم. به اینها واقعا نمیتوان گفت گریز. در این باره پس از گوشزد مادرم خیلی فکر کردم. اگر ناپدید نمیشوم، به این دلیل است که دیگر نیازی به ناپدید شدن ندارم. ازدواج هنوز برای یک زن بهترین وسیله برای ناپیدا شدن است. رومن به نوشتن همچنان ادامه میدهد. برای اینکه تا رسیدن پاسخ ناشرها از سرما نمیرد، با موفقیت امتحان استخدام در شهرداری با سمت منشیگری را گذرانده است. پدر دفتردار و مادر وکیل ناراضی و در این حال خاطر جمع تماس با پسر کوچولویشان را از سر گرفته‌اند. هدیه ازدواجمان را توی پاکتی گذاشته و برای ما فرستادند. چکی سفید امضا برای خریدن استودیو. با حقوق من و او نپرداختن اجاره خانه حالا ثروتمند شدیم. یا کم و بیش. حالا میتوانم درآمدم رو برای کتاب و لباس خرج کنم. تا به این وسیله هم به جسمم لباس بپوشانم و هم به روحم. کاغذی زیر در لغزاندند. به جلسه گردهمایی مالکان ساختمان دعوت شدیم. تصمیم گیری درباره سرنوشت درخت افراست که خیلی بزرگ شده است. شاخه ها به پنجره اصابت می‌کنند و حیاط را تبدیل به چاهی ژرف کردند. این هم باعث ناراحتی ساکنان 3 طبقه اول ساختمان شده است. شب است. دقیق تر بگویم. 3 شنبه شبی در اواخر آوریل. هوایی بهاری همه جا را فرا گرفته. آبی آسمان ژرف‌تر شده. گل‌های آماده شکفتن می‌شوند. فردهای آماده پراکنده شدن در هوا. رومن همراه هم نمی‌آید. از این جلسات 10-12 تایی در روز دارم. خودت تنها برو. دور میز 30 نفری نشستند. عده کمی از آنها را می‌شناسم. بد کسانی نیستند. یک روانکاو که مطبش در همان پاگرد ماست. یک زن قنات. یک مأمور اجرا. یک بازنشسته ارتش. بقیه را نمی‌دانم کی هستند. دیر می‌رسم. احساس می‌کنم پیشاپیش تصمیم گرفتند درخت را قطع کنند. هنوز ننشسته از جا بلند می‌شوم و آنها را یک مشت جنایتکار و ابله می‌خوانم. مردی هم از جا برمیخیزد. یک غول. هرگز او را ندیدم. باید در ضلع روبرو اقامت داشته باشد و از پله‌های دیگری وارد ساختمان شود. میگوید این دختر خانم حق دارد. از شنیدن کلمه دختر خانم به خودم میلرزم. گمان میکردم دیگر کسی هرگز این عنوان را در مورد من به کار نخواهد برد. حق دارد و به نظر من حرفش را هم به شکل بسیار مسالمت جویانه‌ای میزند. این درخت روشنایی را از ما میگیرد، درست، ولی کی میان ما آرزوی چنین کاری را ندارد؟ من برای کار روزانه‌ام به آن نیاز دارم. من نیاز دارم هر روز به برگ‌هایش نگاه کنم. او یکی از اولین ساکنان این ساختمان است. به سنش باید احترام گذاشت و تا آنجا که میدانم کسی پاهای افراد سال خورده را به این بهانه که به ما سایه میاندازند قطع نمی‌کند. تا خبرتان کرده باشم اولین کسی که دست به برگ‌هایش بزد و سر و کارش با من است. شوخی نمی‌کنم. من هم مثل این دختر خانم هستم. عقیده دارم که در مورد بعضی چیزها نباید خونسردی به خرج داد. به کندی دور میز میچرخد. قدش به بلندی دیوهای افسانه هاست. جلو مالکان 3 طبقه اول ساختمان میایستد.
پیشنهاد میکنم با بلند کردن دست رأی بگیریم و به این گردهمایی بیدلیل خاتمه دهیم. سرانجام هیچ کس نمیاد درخت افرا را قطع کند. خیلی ساده تصمیم گرفته می شود. سال آینده دوباره درباره آن بحث شود. پول از من دعوت میکند پیروزی ما را در خانه او جشن بگیریم. خانه او نمیتوانم بگویم به چه چیزی شبیه است. هنوز در کاملا بسته نشده. از بالای شانه‌اش اتاقی را میبینم با پرده های سبز. اتاق دیگری کاملا خالی. تخت خوابی در آن ته. پرتم دندانهایش را میبینم. دندانهای معرکه. دندانهای آدم سیگاری. گردهمایی مالکان مجتمع مسکونی 3 ساعت تمام طول میکشد. بیچاره رومن. این 3 ساعت را با دیو دندان زد گذراندم. یک کلمه با هم رد و بدل نکرده ایم. ولی عاشقش شدم. حالا میفهمم عاشق بودن یعنی چی. هیچ وقت کسی به من توضیح نداده بود. 7 سال شوهرداری یا ماجراهای 2 روزه نمیتوانستند چیزی در این باره به من بیاموزند. برای اولین بار در عمرم است که به معنی واقعی عشق پی میبرم. پیش از این هرچه بوده هیچ ارزشی نداشته است. هرچه در گذشته وجود داشته وجود نداشته. آدم میتواند عاشق همه مردهای دنیا بشود. ولی این کار چیزی را تغییر نمیدهد. تا زمانی که دل تحت تاثیر قرار نگیرد، جسم باکره باقی میماند. من زنی شوهردار نیستم. 24 سالم نیست. من آن سن ابدی برای اولین بار عاشق شدن را دارم. وقتی بیدار میشوم معشوقم را در تاریکی میبینم با تاج پرستاره‌اش. منظورم آن معشوق دیگر است. درخت افرا که امشب نجاتش داده ایم. از میان شاخ و برگ‌هایش استودیوم من را میبینم و از پنجره باز کنار دیوار انتهای اتاق سایه رومن را که روی دست نویسش خم شده است. از این آپارتمان با آن آپارتمان 10 متر فاصله است. کوتاه‌ترین فاصله های عبور نشدنی. خیکی حالش کاملا رو به راه است. تعداد زیادی نوارهای جدید کنارش گذاشتم. شب که می شود سونات برای ویولون شماره 3 در اوت ماژور به دوب واو واو 1005 را برای چشمهای زیبای من می نوازد. روی نوار کاست اینطور نوشته شده است: به دوبل واو واو 1005. می توانم این را روی پلاک شماره اتومبیلی هم ببینم. خیکی پشت فرمان نشسته و به سرعت می راند. با گردن افراشته، صورت جدی و موقر، مثل یک پاپ. در این روزها 3 چیز است که آرام نمیگیرد: نوشتن، شراب آربوا و سونات شماره 3. 2 تای اول مایند، مرکب و شراب. 3 اسیری است، بالهای شادمانی. شبها با آن گوش میدهم. درست مثل این که آدم در برابر معادله چند مجهولی قرار گرفته باشد. این آهنگ بر زندگی خام غلبه می کند. زندگی که از انتظار، خستگی و کسالت ساخته شده است. چنان کم در صدد فراموش کردن ماده اولیه روزهای معمولی است که از آن برای خود پایگاه، غذا و سکوی پرتاب می سازد. ابتدا دست گرم کردنی، بعد نوت‌های جویده، لغزش نازیبای عرشه روی سیمها و ناگهان جمع و جور می شود و در گریزی به آسمان صاف به پرواز در می آید. امشب صاحب هتل می آید در اتاقم را می زند و خواهش می کند صدای آهنگ را کمتر کنم. مشتری ها دیشب شکایت کرده بودند چون صدا خیلی بلند است. در زدنش را نمی شنوم. خودش می آید تو و مرا در حال خوشو بش کردن با خیکی غافلگیر می کند. یک لحظه وحشت می کند. به او می گویم چون دارم کتابی می نویسم به اینجا آمدم و موسیقی به من الهام می بخشد. بعد صدا را کم می کنم. راضی می شود. پاسخ پرسشی را که از موقع آمدنم به اینجا سر زبان داشته و جرأت نمی کرده مطرح کند دریافت کرده است. یک زن زیبا می آید در این نقطه دور افتاده چه کند؟ چه اندوه بزرگی را آمده است در دلش بپروراند. نویسندگی مورد پسندش است. فردا از من دعوت می کند با او و زنش ناهار بخورم. موقع خوردن دسر می گوید می دانید مسئله الهام جای چون و چرا ندارد. حالا هم فصل کسادی است. مشتری چندانی نداریم. به کسانی هم که بعد از این بیایند توضیح خواهم داد قضیه از چه قرار است. هر قدر دلتان بخواهد می توانید موسیقی گوش کنید. دیگر حرفش را هم نزنید. همین چندی پیش در حال قدم زدن خون 10 سالگیم در رگ‌هایم به گردش درآمد. خون گریز و کنجکاوی. از جلوی خانه سالمندان می‌گذشتم. رفتم تو.
توی راهروها پر بود از پیرزنانی با لباس خانه. زیاد نماندم. هیچکس دوست ندارد مدت طولانی آدمهای سالخورده را ببیند. حتی خود آدمهای سالخورده هم این را دوست ندارند. با خانم سالخورده‌ای که در سالنی داشت تلویزیون میدید و آب نبات نعنایی میمکید صحبت کردم. گمان میکنم 80 یا 85 سالی داشت. به من گفت چه نفرت انگیز. اینجا جز آدمهای پیر کس دیگری نیست. من خندیدم. این حرف او را خوب درک میکردم. قضیه مهم روز برای این خانم یک سگ بود. سگ زردی که مدت 2 ساعت در راهروها پرسه زده بود. هیچ کس ندیده بود از کجا آمده است. ورود حیوانها به آنجا قدغن بود. حیوانها و مردها. حیوانهایی هستند که بر حسب نوعشان نادیده گرفته می شوند. سنجابها، پرنده‌ها و گربه‌های توی باغ. مردها در ساختمانی جداگانه هستند. ساختمانی نظیر این یکی در آن طرف باغ. ماجراهایی از ساختمانی به ساختمان دیگر شکل می‌گیرد. قهر کردنها، عصبانی شدنها، حماقت و مهربانی در این خانه سالمندان هم مثل همه جای دیگر حکم فرماست. خرد به عکس آنچه تعریف می‌کنند با بالا رفتن سن به سراغ آدم نمی‌آید. این امر مربوط به دل است و دل هم با زمان سر و کار ندارد. به بانوی سالخورده قول دادم دوباره به دیدنش بیایم. مرا کمی به یاد مادرخوانده دوران تحصیلم در مدرسه راهنمایی میانداخت. 3 سال با دیو سر کردم. به ظاهر 3 سال، ولی در حقیقت 3 قرن. چیزی درباره این عشق نمیتوانم بگویم. فقط میتوانم آن را ترنم کنم. شاید همه صفحه‌هایی را که پیش از این سیاه کردم برای رسیدن به یک چیز بوده است. شاید بقیه جمله‌هایی را که در ذهن پروردم برای هستی بخشیدن به یک چیز بوده است. و آن جمله است به طول 3 سال که نقطه پایانی نداشته. یا اگر هم داشته تا حد ممکن دیرتر. یک جمله مثل عشقی 3 ساله و 3 قرنی. جمله‌ای برای بیان آنچه نمیتوانم بگویم. برای بیان این شادی که به من دست داده. در وجودم افسار گسیخته و مرا از همه چیز جدا کرده تا به خودم برگرداند و به من بنمایاند که آنچه آدم من مینامد چه کوچک است، چه سبک و چه بیمایه. پیش از این عشق من زاده نشده بودم. با این عشق مردم. از نیستی به نیستی دیگر سوق داده شدم. نیستی اول غم‌انگیز و سنگین بود، ولی دومی درخشان و خشک و سرزنده. مثل شروع نواختن یک ارکستر، مثل لرزش عرشه، یک تعظیم و ادای احترام به ژان سباستیان باخ. این اولین چیزی است که از دیو فرا میگیرم. اسم حقیقی دیو آلبین است، ولی من دیو صدایش میکنم. تصمیم گرفتم او را اینطور صدا بزنم. این اسم بیشتر به او میآید. خودم را در قلبش میابم. انگار شبانه در دل جنگلی باشم. اولین چیزی که از او میآموزم علاقه‌اش به باغ، عشق جنون آمیزش به باغ است. شب و روز به باغ گوش میکند. شب و روز دیو مجرد به مادرش باغ گوش میکند. دیواری از صفحه‌های موسیقی کنار تخت خوابش است. آثار کامل خیکی. حتی یک اجرا از اجراهای گوناگون را کم ندارد. در آغاز نگاه میکنم و هیچ چیز نمیشنوم. در آغاز باغ وقتی من وارد میشوم از در بیرون میرود. حتی یک اجرا از اجراهای گوناگون را کم ندارد. در آغاز نگاه میکنم و هیچ چیز نمیشنوم. در آغاز باغ وقتی من دارم وارد میشوم از در بیرون میرود. در آستانه در با هم برخورد میکنیم. در آغاز دیو وقتی من آنجا هستم صفحه‌ای روی گرامافون نمیگذارد. از این بابت به خودم مغرور میشوم. آن را حمل بر قدرتم میکنم. به اندازه یک کائنات باغ غنی هستم. حضورم همان اندازه سیال و شفاف است که حضور دسته های کور، ویولون ها، فلوت ها و همه چیزهای دیگر.
قسم میخورم که اینطور فکر میکنم. اگر حقیقت همه وقت و همه جا گفته میشد، حقیقتی که در دلمان در ترنم است، زندگی بامزه تر، شاید از هم گسیخته تر و خیلی سرزنده تر میشد. این همان کاری است که من شب اول با رومن میکنم. همه چیز را به او میگویم. نجات درخت افرا و غرق شدن میان بازوان دیو. این آخرین روش من برای دوست داشتن رومن است. یعنی ملاحظه اش را نکنم. از شوهر کوچولو یک بیمار کوچولو نسازم. یا یک کودک. یا یک معلول کوچک. تو دوستم داری رومن. میگویی دوستم داری. خب این چیزی است که در قلب من میگذرد. این سوختگی کاملا تازه است. این چیزی است که من با آن ساخته و سپس خراب شدم. دیوی را دوست دارم. هیچ چیز درباره‌اش نمیدانم و میان بازوانش به طرز شگفت‌انگیزی خودم را آزاد احساس میکنم. و سبکبال، چنان آزاد و سبکبال که دوباره به آنجا برمیگردم و در عین حال اینجا میمانم با تو. یک طوری با این مسئله کنار بیا. رومن، با من کنار بیا. قلبم را دانه برفی در خود گرفته. تصویر قشنگی است. به نظر تو اینطور نمی آید؟ خب یک تصویر نیست. درست همین است. چیزی از آن نمی توان درک کرد. ذره برف چیز مشخصی را بیان نمی کند. ذره برف فقط بلد است در طول زندگی کوتاهش برقصد. پوستم زیر دستهای دیو ذوب می شود. پوستم و قلبم در حال رقصیدن ذوب می شوند. رقصان در حال ذوب شدن. اگر بخواهی می توانم به طریق دیگر این را به تو بگویم. امشب غنیم. غنیم و هیچ چیزی را هم از تو ندزدیدم. یک نفر چیزی به من داده. چه می توانم بکنم اگر این یک نفر تو نیستی؟ هیچ کس نمی تواند همه چیز را بدهد. هیچ کس برای هیچ کس کافی نیست. هیچ کس خدا نیست. رومن، یک نفر مرا سبکبالتر و آوازخوانتر کرده است. از آنجا که دوستم داری، این قضیه نمی تواند اندوهگینت کند. یا اینکه راه و روش شوهر خیانت شده را در پیش می گیری. این راه‌های گلالود و بارها لگدمال شده را. آن مشتری کتاب فروشی را یادت می آید؟ چقدر مرا خنداند. همان مرد ریزندامی که شخصیتش جریحه دار شده بود. وقتی با صدایی که انگار از ته چاه در می آمد به من گفت اوضاع روابط من و زنم خراب است. نتوانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم. بگو ببینم رومن، تو شناگر این آبها نیستی؟ وقتی به ریشش خندیدم، غرور مردک غمگین را تا سرحد مرگ جریحه دار کردم. نه؟ راست است. این طرز حرف زدن درباره زندگی مشترکش مثل حرف زدن درباره ملکی در سوئیس یا دردی طاقت فرساست. هزاران بار به تو خیانت کردم، رومن. اگر قرار باشد مطلقاً این کلمه را که باعث خنده من می شود به کار ببرم، باید بگویم که 4 بار با آدم‌های گوناگون به تو خیانت کردم. هر بار به تو می گفتم می روم کارکنان سیرک را ببینم. خب این سفرها برای خیانت کردن بود. هر نوع زندگی که آدم بکند خیانتکارانه است، رومن. آدم به هر شکلی که زندگی کند، آن زندگی پنهانی، رازگونه و دزدیده شده است. راه رفتن زیر باران ریز و لذت بردن از شنیدن صدای پاها روی سنگ فرش، برداشتن جمله‌ای از کتابی و گذاشتن آن برای یک لحظه روی قلب خود، خوردن میوه‌ای در حال نگاه کردن به بیرون از پنجره‌ای. این را هم باید گفت خیانت کردن. چون آدم از بیرون شادی وحشیانه‌ای دریافت می‌کند که به هیچ وجه ارتباطی به شوهرش ندارد. و تو هنگامی که من میخوابم جز نوشتن چه میکنی؟ با رومن اینطور حرف زدم. به مدت 1 ساعت. به مدت 3 سال. خب نه کاملا به این شکل. ولی همه چیز را گفتم. شب اول گریه کرد. بعد خندید. بله، خندید. میان این دو حالت تفاوت چندانی وجود ندارد. خنده ها همان گریه ها هستند که به تنهایی خود را تسلا می دهند.
بعد به من گفت درباره این موضوع فکر میکنم. فکر کردنش 3 سال طول کشید. 3 سال برای اینکه بفهمد چیزهایی را که گمان میکرده نمیتواند تحمل کند. طی این 3 سال اتفاقهایی افتاده. برای همه کس اتفاقهایی افتاده. حتی برای باخ. باخ رفته رفته هر بار که به دیدن دیو میرفتم دیگر آنجا را ترک نکرد. میان کانتات ها و آواز دسته همسرایان عشق بازی کردم. این آهنگ ها امروز تنها چیزهایی است که از این عشق به جا مانده. به نظرم که چیز قشنگی است این به جا مانده. تابستان پنجره کاملا باز میماند. افرا مرا با برگ‌هایش لباس می‌پوشاند. البته نه به اندازه کافی. رومن گهگاه مرا از میان برگ‌ها برهنه می‌دید. هیچ وقت به اندازه این سال‌ها چیز ننوشت. نوشته‌اش تغییر کرده بود. چطور بگویم؟ دیگر همش درباره خودش حرف نمی‌زد. عزای خودش را گرفته بود. در حال نوشتن به جشن‌های عجیب می‌رفت. یا شاید هم خیلی ساده کار میکرد تا دیوانه نشود. یکی از کتابهایش چاپ شده بود. این موضوع چیزی را برای من تغییر نمیداد. باید هر شب دیو را میدیدم. هرگز به این فکر نیفتادم با او زندگی کنم. من که نمیتوانم با هر چیزی که به من شادی میبخشد ازدواج کنم. چون از عهده‌اش بر نمیآیم. باید دیو مرا در بغل بگیرد. با من عشق بورزد و بعد روحم را به خواب وحشیانه‌ای فرو برد. یادم رفت درباره کار دیو صحبت کنم. منظورم کار دیگرش است. سوای سوزاندن و خواباندن من، کار روزانه‌اش دیو ویولنسل نواز اول اپرای پاریس است. ویولنسل نواز اول یا دوم، چیزی شبیه این. او 2 آپارتمان دارد. یکی بزرگ و دیگری کوچک. هرگز اجازه نداده به آپارتمان کوچکش بروم. همیشه امتناع کرده. آپارتمان کوچک برای خودش و ویولنسلش است. یک اتاق خدمتکار نزدیک هال و ویولنسلش را هرگز به این آپارتمان بزرگ، جایی که همدیگر را می‌بینیم، نیاورده است. میگوید در اینجا خود را برای نواختن آماده می‌کند و ضمن فکر کردن به نواختنش برگ‌های افرا را تماشا می‌کند تا جایی که همگی را بشناسد. به من میگوید این کار به همان اندازه نواختن اهمیت دارد. از این حرف خوشم میآید. حرف هیچ کاری نکردن برای خوب انجام دادن آن. در آن تصویری از زندگی کردنم با او را میابم. اعلام پایان گرفتنی پیش از پایان. و از این بابت غمگین نیستم. آنچه از دیو میآموزم این است. نباید ویولنسل نواخت به این بهانه که در آینده بهتر بنوازی. یاد میگیرم دوستم بدارند تا نیازی به دوست داشته شدن نداشته باشم و بالاخره یاد میگیرم رفتن به فراسو را به جایی دیگر، به فراسوی احساس را، جایی دیگر جز احساسات، رفتن در چیزی را، شاید در عشق، مثل امروز در این هتل، زنده، تنها، عاشق عشقی همه جا ارزانی شده. همه جا پذیرفته شده. بدون بیماری پیوند خوردن با فردی تنها. دوست داشته شدن با عشقی که دیگر وابسته یک پدر، یک شوهر یا یک معشوق نباشد. عشق اتاق کوچکی است که در پایان 3 سال در آن وارد می شوم. طی 3 سال خودم را برای دوست داشتن آماده می کنم. طی 3 سال در انتظار چیز دیگری زندگی می کنم. پس زندگی نمی کنم. فقط می سوزم و آن 2 هم با من می سوزند. از چند روز پیش با سخن مشکل دارم. کسلم می کند. دیگر میل ندارم با کسی حرف بزنم و کمتر میل به این که دیگری با من حرف بزند. با صاحب هتل لبخند رد و بدل می کنم. برای گفت شنود همین کافی است. با کاسبکارهای شامپانیول هم همینطور. شامپانیول
شهر بزرگ منطقه است. سیگار، شکلات و روزنامه هایم را از آنجا میخرم. سیگار و شکلات برای تغییر ذائقه است. هرگز نتوانستم از روزنامه چشم بپوشم. با این همه آنها را دوست ندارم. هر روز صبح امیدوارم کمی ذکاوت روی کاغذ روزنامه ها بیابم و بی خودی با ورق زدن آنها که هنوز مرکبشان کاملا خوش نشده نوک انگشت‌هایم را سیاه می کنم. آنچه به تعجبم وامی دارد این است که این آدم‌ها چگونه به این سرعت مطلبی برای نوشتن درباره همه چیز پیدا می‌کنند. در یک زندگی معمولی، به طور معمولی از دست رفته، به طور معمولی تیره و تار نسبت به خود شده، ماجراهای کمی اتفاق می‌افتد و برای دقیق تعریف کردن آنها سالها و سالها وقت لازم است. در این مورد کلمه‌ها خود به خود همراه با ماجراها می‌آیند، موضوعی که باعث می‌شود جز سر و صدا اتفاق دیگری نیفتد. گمان می‌کنم مسئله پول در میان باشد. به هر قیمتی شده این همه صفحه را هر روز سیاه کردن. مسئله پول و دلواپسی. در مورد سکوت و عشق هم قضیه از همین قرار است. آدم در تمام عمرش از آنها می‌گریزد. آن روز رفتم به خانه سالمندان. بانوی سال خورده همچنان جلوی تلویزیون تنها نشسته بود. با شتاب آب رباط‌های نعنایی را که برایش آورده بودم از دستم گرفت. کنارش نشستم و به برنامه‌ای که از تلویزیون پخش می‌کرد نگاه کردم. اجرا کننده‌ای سرشار از شادی کار کردن در تلویزیون. خیلی جوان، خیلی معطر، خیلی قشنگ، با حقوق خیلی خوب. داشت با هنرپیشه زنی مصاحبه می‌کرد. یک سوال از او کرد. در جزیره بدون سکنه‌ای افتاده‌اید. همراه با یک مرد. 2 راه در پیش دارید. آن مرد معشوقتان شود و دائما بیان که یک کلمه به زبان بیاورد به شما عشق بورزد، یا مردی باشد که دست به شما نزند و این شما بتوانید در مورد همه چیز با او صحبت کنید. کدام یک را ترجیح می دهید؟ هنرپیشه پاسخی را انتخاب کرد که اجرا کننده منتظر شنیدنش نبود. مردی را که حرف می زند. اجرا کننده متعجب و بیشک اندکی بور شده از او دلایل این انتخاب را پرسید. هنرپیشه زن گفت عشق بازی زیاد دوام پیدا نمی کند. ولی حرف را آدم تا آخر عمرش می تواند بزند. این اجباری است. من از همین کلمه اجباری دوست دارم خلاص شوم. دلم می خواهد سکوت کنم و زنده بمانم. سکوت است که قلبم را زنده نگه می دارد. نه اون سکوت سنگین پدرم و نه سکوت خانه‌های سالمندان. سکوتی مثل سکوت جنگل‌های ژورا در انتهای صفحه‌ای سفید. بانوی سالخورده خوابش برده بود. اتاق تلویزیون خالی بود. یک شنبه بود. ولی در این گونه جاها هر روز یک شنبه است. نگاهی به دیوارها، به پنجره‌ها و شیشه‌های کثیفشان، به صندلی‌های خالی و کفپوش پلاستیکی کف اتاق انداختم. شوربختی در این اتاق نبود. در صفحه تلویزیونی بود که مرد جوان در آن به خودنمایی ادامه میداد. شوربختی در این صدای همه جا خشخش کن اعماق است. مانعی برای عشق و سکوت. پیش از اینکه به هتل برگردم، در شامپانیو یک قهوه خوردم. دختری که قهوه را برایم آورد، شبیه الیزابت گرانویل بود. هرگز نخواهم دانست به سر آن دوست وحشیم چه آمد. نه نشانیش را دارم و نه وقت زیادی برای پیدا کردنش. مرده ها را آدم می داند کجا می روند. ولی زنده ها دور شدنشان مرموزتر از دور شدن مرده هاست. 2 ساعت به این شکل روی تراس کافه نشستم. چه آرامشی. در پاریس در آن اواخر در کوچه ها میان رنگ ها و صداها جز عصبیت و پول چیزی نمی دیدم. پولی که آدم دنبالش است و پولی که از دست می دهد. راست است که کار کردن در عالم سینما
چیزی را رو به راه نمی کند. یک فیلم مثل حباب صابون است که در روشنایی چند دقیقه‌ای می‌رقصد. برای درست کردن آن باید 2، 3، 4 سال دنبال پیدا کردن خروارها پول لازم رفت. غذا خوردن، این طرف و آن طرف رفتن، تلفن کردن. بعد باید 200 نفر را یک جا جمع کرد. غذاشان داد. مسکن برایشان پیدا کرد. حقوق به آنها پرداخت و 1 سال دیگر هم ادامه دارد. این حباب صابون گران تمام می شود. صاحب مهمانخانه اتومبیلش را به من قرض می دهد تا در منطقه دریاچه ها بگردم. گاهی هم همراهم می آید. در طول مسیر 3 کلمه هم به یکدیگر رد و بدل نمی کنیم. خدا جان چه آرامشی! حرف است که آدمها را به هم پیوند می دهد و از هم جدا می کند. حرف است که خانواده ها را می سازد. با بزرگ شدن در سیرک من از این مسئله گریختم. از خانواده جمع جور و تا شده روی خودش. ابداعی از سوی خدا نه توسط اجتماع. خدای بازیگری که یک بار برای همیشه نقش‌ها را تقسیم کرده است. تو اینجا باش و تو آنجا. از جایتان هم تکان نخورید. و چون تکان خوردن پرهیز ناپذیر است. برای خودتان و دیگران دردسر درست می کنید. نه. پیدا کردن خانواده‌ای در این هتل حرفش هم نباید زد. من نه نیاز به شوهر دارم، نه پدر و نه مادر. هر سه را به حد کفایت داشتم. فقط نیاز دارم هوای خنک را روی گردنم حس کنم. بین پوست و پیراهنم. همچنین نیاز به رنگ کردن چشمهایم دارم. به رنگ سبز صنوبرها. سبزی تند. خودم را مثل آن چیزی احساس می کنم که همین چند دقیقه پیش روی چمن دیدم. یک بلدرچین. مثل تیر در آسمان پر کشید و رفت. مستقیم از خودش به خودش. در به هم زدن بالها و خواندن آواز. گرگ خود من بودم. آنجا پشت میله ها. در حال چرت زدن. بلدرچین هم خودم هستم. در آسمان آبی. لرزان از چهچه ریز آرامی. دیروز یک قفس. امروز یک آسمان. پیشرفت کردم. صفحه 95. تیتاتی تیتاتی. تیتاتی تیتاتی. این صدایی است که وقتی یک چمدان در هر دست از پله ها پایین می آیم از قلبم به لبانم می رسد. اینها اولین نوت های آهنگ خیکی است. یا عیسی مسیح شادمانیم دوام بیاورد. تیتاتی تیتاتی. تیتاتی تیتاتی. شادمانیم ادامه یابد. حتی اگر مسیح دستی در آن نداشته باشد. شادمانیم ادامه یابد. حتی وقتی درها به هم میخورد و چهره‌ها در هم میرود. رومن سرانجام پس از 3 سال تصمیم گرفت. امشب هم کم و بیش مثل شبهای دیگر از آغوش دیو بیرون آمدم و امشب ناگهان با شبهای دیگر فرق می کند. در استودیو بسته است. رومن 2 ساک و 3 چمدان را توی پاگرد روی هم انبار کرده. آنها را باز می کنم. لباسها و کتابهایم در آنها هستند اصل کاری. همه چیز مرتب چیده شده. نشانه فروتنی و ادب است. به نظرم اینطور می آید. می توانست همه را در هم و بر هم بریزد توی راه پله. 3 سال. خیلی زیاد است. نمیدانم اگر جای او بودم این اندازه شکیبایی به خرج می دادم یا نه. 3 چمدان. 2 ساک. و من 2 دست بیشتر ندارم. می روم به سراغ دیو. روی پنجه پا راه می رود. نجوا کنان با او حرف می زنم. آدم چه می داند؟ نباید دنبال درد سرگشت. فروتنی و خردمندی هم حد و اندازه‌ای دارد. دوست ندارم ببینم رومن روی پاگرد ظاهر شود و به نوازنده ویولنسلم حمله کند. کمی بعد روی لبه پنجره نشستم و پشت به درخت افرا ساکت با آهنگ آلام مسیح به روایت سن ژان گوش می دهم. دیو به همان اندازه من عبوسو گرفته است. می نوشد و سیگار دود می کند.
وقتی صفحه تمام می شود به نگرانیش خاتمه می دهم. 1 هفته بیشتر در خانه‌ات نمی مانم. دست بالا 2 هفته تا آپارتمانی پیدا کنم. 1 ازدواج برای همه عمر زیادی هم هست. 2 تا دیگر واقعا زیاده روی است. هر چقدر بیشتر حرف میزنم دیو آرامتر می شود. وقتی به او میگویم خیکی را با خودم میبرم ابروهایش را در هم میکشد. مشخص میکنم. البته نه صفحه ها را. شادی را که این صفحه ها به من بخشیدند با خودم میبرم. حتی با نبودن صفحه ها هم میتوانم آن را بشنوم. کافی است چشمهایم را ببندم و آهسته نفس بکشم. خیلی آهسته. و همه چیز دسته دسته به صورت امواج به سراغم میآید. تیتاتی 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 تیتاتی. عجیب است. هیچ هم عجیب نیست. حتی 1 لحظه به این فکر نیفتادم پیش رومن برگردم و در بزنم. این شاید در من 1 نقطه ضعف است. شاید هم 1 مزیت. اینطورم دیگر. چیزی را که به من میدهند میگیرم. چیزی را که از من میگیرند دیگر نمیخواهمش. واقعا خیلی آسان میتوان مرا ترک کرد. از خودم میپرسم اگر پسر بودم و عاشق دختری با قلبی چطور بگویم به این خشکی میشدم؟ چه میشد؟ خشک. 1 قلب خشک؟ نه. با این همه چنین حرفی نمیزدم. سبکبار. حالا بهتر است. من قلب سبکباری دارم. هنوز به این مرحله نرسیده ولی نزدیک میشود. من قلبی دارم. تیتاتی تیتاتی. این سبکباری را در دیو هم میابم. تصمیم گرفتم دیگر او را نبینم. به او نمیگویم. خودش حدس میزند. اگر به سوی یکی رفتم برای فرار از دیگری بود و برعکس. حالا که یکی ناپدید می شود درستش این است که دیگری هم محو شود. در حقیقت آسوده شدم. طی این 3 سال هیچ چیز به این دلپسندی که می نویسم اتفاق نیفتاده. خشونت در زندگیم پرسه می زد و بدبختی هم. 2 مرد گنجینه‌های هوشمندیشان را گستردند تا با هم رو در رو نشوند. آنچه آدم نسبت به چیزی احساس می کند خیلی ناراحت کننده تر از خود آن است. آخر سر داشتم آرزو می کردم که برخورد ایجاد شود تا از تجسم کردنش دیگر رنج نبرم. چه فایده دارد بیشتر درباره آن حرف بزنم؟ روزنامه ها پر از این چیزهاست. آدم را خسته می کنند. عقیده دارم آنچه به سرمان می آید به وسیله تقدیری که با آن عقیده ندارم روی دستمان گذاشته شده. به همه چیز فکر می کنم و برعکسش. یعنی به فکر کردن. در این زندگی همگی به جان هم انداخته شده ایم. به گمان من هنر بزرگ هنر فاصله هاست. آدم زیادی نزدیک باشد می سوزد. زیادی دور یخ می زند. باید نقطه درست را پیدا کرد و در آن ماند و آن را جز با ریاضت کشیدن نمی توان یافت. مثل همه چیزهای دیگری که آدم واقعا می آموزد. برای دانستن باید بهایش را پرداخت. این اولین درس دوران کودکیم بود. به این ترتیب بود که خواندن ساعت را روی صفحه ساعت‌های دیواری یاد گرفتم. 3 ساله بودم یا 3 سال و نیمه. 1 ماه تمام. مادرم هر روز 2 ساعت پشت سر هم ناپدید میشد. هرگز ندانستم کجا میرفت. پدرم در این باره هرگز جوابی به من نداد. در آن روزها قیافه عجیبی داشت. میترسیدم. از هیچ چیز سر در نمی آوردم. و اگر مادرم بر نمی گشت، پدرم ساعت دیواری را نشانم میداد و میگفت نگاه کن، وقتی عقربه کوچک اینجا برسد و عقربه بزرگ اینجا، فلان ساعت خواهد بود و مامان خندان مثل همیشه برمیگردد. به این ترتیب بود که خواندن ساعت را یاد گرفتم و به همین ترتیب بود که بقیه چیزها را آموختم. با کمبود و با حضور درد در وجودم. درد را دوست ندارم. هرگز همان را دوست نخواهم داشت. ولی باید اذعان کنم که آموزگار خوبی است. ما این زندگی را با کشتن آنهایی که نزدیکشان میشویم میگذرانیم و خودمان کشته نمیشویم. رستگاری در عبور از این مرگ‌ها نگه داشتن هوشمندی است. و نشاط و ملایمت. رستگاری یعنی زنده ماندن. حتی اگر مرده باشیم. مثل پرنده استهزاگری در جنگل سوخته. خدا جان، هر روز تصنیف روزانه‌ام را به من بده. خدا جان، به تو درود میفرستم. اگر به فکر تو نباشم، به بقیه چیزها میاندیشم. این خودش کار بزرگی است. آمین. ظرف 1 هفته آپارتمان قشنگی پیدا میکنم.
چمدان‌ها و ساک‌هایم را در آن می‌گذارم. یک شب را در آن می‌گذرانم و در می‌یابم آپارتمان خالی نیست. لبریز است از رومن، از دیو و از من. تصویرها می‌آیند، بعضی‌ها شفاف، بعضی‌ها ناراحت کننده. بنابراین امکان ندارد بشود وارد اتاقی شد که خالی باشد. همواره روحمان جلوتر از خودمان می‌رود. چمدان‌هایم را برمی‌دارم. به مادرم تلفن می‌کنم. 1 ماه به خودم استراحت می‌دهم. خوابیدن در اتاق دوران کودکی، حتی اگر رو به گورستان باشد، برایم آرامش بخش است. پایتخت را ترک می‌کنم. ترن از خاکستر حومه‌ها می‌گذرد. پارچه ظریف زمین‌ها را می‌درد. در انتها ایستگاه راه آهن کوچکی. دورتر یک خانه. خانه هم خالی نیست. می‌دانم چی در انتظارم است. اندکی آرامش و کمی شادی ساده. آهنگی دوپلی. تیتاتی تیتاتی. تیتاتی تیتاتی. ربکا، پیراهنت را بکن. تو دیگر عروس نیستی. این جمله از تورات استخراج شده یا از تلمود. یادم می‌آید آن را در آغاز کتابی علمی خواندم. کتاب و مطالبش را به کلی از یاد بردم، به جز این جمله. امروز مثل گنجشککی که جست و خیز کنان کنارم بنشیند، به سراغم می‌آید و تا دم در خانه پدر و مادرم همراهیم می‌کند. ربکا، پیراهنت را بکن. تو دیگر عروس نیستی. گلفروش در راهرو ورودی به استقبالم می‌آید. اسفنجی هم به دست دارد. دارد ظرف‌ها را می‌شوید. تنهاست. مادرم رفته به دادگاه. غروب برمیگردد. دوقلوها به شرارت ادامه می‌دهند. یکی از آنها که قبلا گواهینامه رانندگی داشته، رفته به جای برادرش که با آزمایش مارپیچ مشکل داشته امتحان داده است. تقلبشان فاش شده. مجازات بزرگی در انتظارشان نیست. فقط باید جریمه سنگینی بپردازند. پدرم چی؟ گلفروش میگوید پدرت توی قبرهایش است. میخواستی کجا باشد؟ میدوم به طرف اتاق دوران کودکیم. چمدانهایم را میاندازم روی رخت خواب. میروم توی آشپزخانه و با ولع شروع به خوردن ژامبون، گوشت کوبیده و ساردین میکنم. هنوز هم گرسنه‌ام. آب میگذارم داغ شود برای رشته فرنگی. مادرم یادم داده چطور درست بکنم. گهگاه باید چنگال را توی قابلمه میان رشته ها فرو برد. یکی از آنها را برداشت و به طرف دیوار پرتاب کرد. اگر چسبید باید بیدرنگ گاز را خاموش کرد. چون رشته ها پخته است. پدرم در را باز می کند و درست به موقع خودش را کنارم می کشد تا یک مشت رشته فرنگی را که به طرف در پرتاب کردم به صورتش نخورد. قیافه همان روزهای کج‌خلقی‌اش را دارد. 10 سال به عقب برگشته ایم. در مدرسه ازدواج نمره‌های بدی گرفتم. آموزگارم رومن از من راضی نیست. به هیچ وجه راضی نیست. فکر می‌کند می‌توانستم بیشتر کوشش کنم و من از این بابت مطمئن نیستم. نمره‌هایم در مواد درسی دیگر خوب است. برای خندیدن، فکر کردن، خوابیدن، ولی در ازدواج نه. آدم که نمیتواند در همه رشته‌ها استعداد داشته باشد. پدرم مثل همیشه با نظر آموزگارها موافق است. از طرفی میان این 3 چهره پدر، آموزگار و شوهر، وجه مشترکی وجود دارد. خداوندا، ما را از شر امتحانها و کسانی که امتحان میکنم محفوظ نگهدار. به پدرم میگویم امشب وقتی مادرم برگشت، همه چیز را به طور مفصل برایشان تعریف میکنم. گلفروش و او با دودلی همدیگر را نگاه میکنند. اولی میرود به سراغ گلهایش و دومی به سراغ مرده‌هایش. بعد از ظهر را تنها در خانه میگذرانم. چند وقت است که لذت تنها بودن را نچشیدم. روی تخت به حالت درازکش میمانم. این ساعتها مثل آغاز عشق دلپذیرند. شب در برابر مادر همیشه خندان و پدر همیشه عبوسم پایان زندگی مشترکم را اعلام میکنم. درباره دیو حرفی نمیزنم. با آنها مربوط نیست. آنها گلفروششان را دارند. برایشان کافی است. ربکا لباس عروسیش را میکند. ربکا 3 گیلاس شراب سفید خنک بالا میاندازد. ربکا در نظر دارد چند هفته استراحت کند. 1 ازدواج به اضافه 1 طلاق. کار زیادی است. با خستگی زیاد. رومن فردا سر میرسد. با مادرم رفتم بازار روز. میان قبرها مرا میجوید.
پدرم را می‌یابد و درباره سبکسری زنها با او به گفتگو می‌نشیند. پدرم کمی بعد به طور خودمانی به من می‌گوید این پسر آدم ناخوشایندی است. در انتظار آمدن تو یک پاکت سیگار را دود کرد. ته سیگارهایش را هم توی گودالی میانداخت که من میکندم. از این لابالیگریش خوشم نیامد. اگر آدم گرفتار رنج عشق است دلیل نمیشود اجازه هر کاری را به خودش بدهد. طی این مدت در بازار روز مادرم که از برگشتنم خوشحال است مرا به دوستانش معرفی میکند. مادرم از جنب و جوش‌های بچه‌هایش همیشه خوشنود است. چه بیایند، چه بروند، چه به دادگاه احضار شوند، چه به شهرداری. او خوب می‌داند که بچه‌هایش فرشته نیستند، ولی این رازی است که در دل خودش باقی می‌ماند. به هیچ وجه کسی حق ندارد حتی شوهرش کوچکترین ایرادی به رفتار ما بگیرد. فقط خودش مجاز است به ما خورده بگیرد. این امتیاز مادر بودنش است. و حسنش در این است که هرگز از این امتیاز استفاده نمی کند. کسی چه می داند؟ شاید این تنها عشقی باشد که ارزشمند است. ولی دیر زمانی است که در مورد عشق فقط سوال دارم و پاسخی در کار نیست. بل لورت. این اسم خوبی است برای زنی عاشق. در حال حاضر در برابر رومن زن عاشقی وجود ندارد. و نه خانم کروک. فقط ربکا هست. او هم دیگر لباس عروسی ندارد. دامنهای پلیسه دوران کودکیش را می‌پوشد و از آنچه به او می‌گویند سر در نمی‌آورد. بیشک در این آمیزه شکوه و شکایت و تهدید چیزی وجود ندارد که بشود از آن سر درآورد. پدر و مادرم پایین هستند. به طور حتم حرفایمان را می‌شنوند. رومن را بردم به اتاقم. پنجره باز است. مرده‌ها هم حق شنیدن دارند. 1 ساعت، 2 ساعت همان آهنگ را شنیدن. باخ نیست. بیشتر می‌شود گفت بیزه است. کارمن، اگر تو دوستم نداری من دوستت دارم. و اگر دوستت دارم مواظب خودت باش. سری میگویم. آنچه را رومن نویسنده به ابر زناکار میگوید خلاصه میکنم. ابر اسمی است که در اولین ماه‌های آشناییمان رومن روی من گذاشته و این تنها باعث دلتنگیم است. دیگر هیچ کس مرا به این اسم صدا نخواهد زد. استدلال رومن، تز او، نقطه قوتش و نتیجه گیریش این است. ابر، نمیتوانم از تو چشم بپوشم. ابر، خانم کروک و ربکا در یک لحظه با هم به توافق میرسند. و روش به توافق رسیدنشان هم این است که میزنند زیر خنده. ولی رومن خوب من، رومن قدیمیم. اینها چه ربطی به عشق دارد؟ آدم که نمیتواند به این بهانه که اگر تو نباشی از دست رفتم با کسی زندگی کند. مگر اینکه پای فرزندی در میان باشد و آدم مادرش باشد. من مادرت نیستم. رومن، همسرت هم دیگر نمیتوانم باشم. از زندگی مشترکی که با هم داشتیم خوشبختم. حتی اگر درباره این کلمه مشترک تردید داشته باشم. خوشبختم و میروم پی کارم. اینها را نگاه کن، قبرها را نشانش میدهم. آنها از جستجو کردن دست کشیدند. آنها یافتند. من نیافتم و هیچ چیز و هیچ کس نیست که من نتوانم از خیرش بگذرم. از پله ها پایین می رود. از جلوی پدر و مادرم می گذرد. بیان که آنها را ببیند. من در آستانه در خانه ایستادم. منتظر نمی مانم اتومبیلش حرکت کند. برمیگردم به سالن. یکی از این روشنایی هاست که گرگم را به من داده. آنهایی را که آدم نگاه می کند. به سوی مردگانشان می روند. بنابراین از ما دور می شوند. حتی موقعی که وانمود می کنم به ما نزدیک می شوند. همه می روند. از آغاز اینطور بوده. این فکر هیچ موضوع نومید کننده‌ای در بر ندارد. فکری است ساده. آدم را مجبور به دوست داشتن نمی کند. برعکس، حتی در این لحظه مرا وادار به آواز خواندن می کند. مادرم می گوید خب دخترم، تو آدم مهربانی نیستی. لبخند زنان نگاهش می کنم. خب مادر جان، کی مرا بزرگ و تربیت کرده؟ و می روم حمام می گیرم. حمامی با کف فراوان. مرده. مدت 2 روز مردم. صبح زود برخاستم. دوش گرفتم. به خودم عطر زدم و پیراهنی تابستانی پوشیدم. اگرچه در زمستان بودیم، هوا زیاد هم سرد نبود. به علاوه اینطور هوس کرده بودم. هوس پارچه نازک و رنگارنگ. هیچ چیز غم انگیزتر از مناسب لباس پوشیدن نیست
و هیچ چیز تأسف آورتر از این آدم‌هایی نیست که هیچ وقت حرف نابجا نمیزنند و کار نابجا نمی‌کنند. پدر و مادر رومن اینطور آدم‌هایی بودند. شاگردهایی خوب که زندگیشان را مثل درسی که از بر کرده باشند پس می‌دادند. بیان که کوچکترین اشتباهی بکنند. نمی‌دانم چه چیزی از همه بدتر است. در دنیا خود را با هیچ چیز هماهنگ نکردن یا با همه چیز وفق دادن. مشتی دیوانه یا آدم‌هایی که به آنها گفته می‌شود مناسب، مبادی آداب. این را می‌دانم که از دیوانه‌ها کمتر می‌ترسم. اعتقاد دارم آنها کمتر خطرناکند. بنابراین در این پنجشنبه زمستانی مثل یک شنبه تابستانی لباس پوشیده بودم. مقداری خرید داشتم. باتری برای خیکی، روزنامه و میوه برای خودم. بیشتر وقتها نیمه شب احساس گرسنگی می‌کنم و جرئت نمی‌کنم به آشپزخانه هتل بروم. فکر کردم مقداری موز بخرم. آنچه در موز خوب است، مزه اندک حالش نیست، بلکه به راحتی پوست کندنش است. پرتقال را ترجیح می‌دهم، ولی حوصله پوست کندنش را ندارم. چاقو بردارم، پوستش را چند جا شکاف بدهم، قاچ‌هایش را از هم جدا کنم، بس دست‌هایم نوچ شود و پوست‌های سفید نازک قاچ‌ها زیر ناخن‌هایم برود. موز از همه کم زحمت‌تر است. این قضیه پرتقال‌ها جزئیاتی بیش نیست. خیلی چیزها وارد زندگیم می‌شود یا به خاطر همین تنبلی در آستانه آن می‌ماند. من از مادرم بدترم. میوه، باتری، روزنامه و هدیه. 2 روز دیگر زادروز دوقلوهاست. دلایلی داشتم که از هتل بیرون بروم و لباسی را تنم کنم که با این دلایل جور بیاید. چند قدمی روی موکت قرمز راه رفتم. دوان به اتاقم برگشتم. در را قفل کردم. روی تخت دراز کشیدم. و تا 2 روز تمام نگذشت از جایم بلند نشدم. این چیزی است که به آن میگویم مردن. گاهی به سراغم میآید. نه دیدن، نه حرف زدن، نه چیزی دیگر. 2 روز زیاد نیست. می توانستم تمام مدت اقامتم در هتل را به همین شکل بگذرانم. نوشته بی تردید این کرختی را محدود کرده و در ابعاد معقولانه‌ای نگه داشته است. پس از مردنم جوان و سرحال بلند شدم. دنباله ساعتها را درست از آنجایی که رها کرده بودم دوباره گرفتم. خریدهایم را کردم. بعد برگشتم به خانه سالمندان. مادر بزرگم را ببینم. در سالن بزرگ جشنی برپا بود. جشن تولدی. آهنگ‌های روحوزی. پیاله‌های پلاستیکی شراب گازدار. چند تا زن با خودشان می‌رقصیدند. بیشترشان نشسته بودند و آنها را نگاه می‌کردند. آنکه زادروزش را جشن می‌گرفتند 95 ساله شده بود. پرستارهایی که دور و برش بودند خیلی بلند با او حرف می‌زدند. بیسکویتی در لیوانش خیس می‌کرد و تا می‌خواست آن را به دهانش بگذارد، نیمی از آن روی دامن بنفش گلدارش می‌افتاد. از پیر شدن می‌ترسم. از خودم می‌پرسم آیا مردها هم همین ترس را دارند یا نه؟ مردها از خیلی جهات حمایت می‌شوند. از سوی زنها. ابتدا به عنوان مادر و بعد به عنوان همسر. بانوی سالخورده من در سالن نبود. یکی از پرستارها شماره اتاقش را به من داد و گفت شما از بستگانشان هستید؟ جواب دادم بله. پرستار گفت پس باید بدانید که حالش چندان خوب نیست. هوش و حواسش را از دست داده است و پرت و پلا میگوید. از حالا تا 1-2 هفته دیگر اطلاع خواهیم داد. ولی میترسم مجبور شویم او را به مؤسسه مخصوص این نوع بیماری ها بفرستیم. چندین بار در زدم. هیچ جوابی نیامد. رفتم توی صندلی دسته‌داری کنار پنجره نشسته بود. سرش را میان 2 دست خیسش گرفته بود. گریه میکرد. ساکت گریه میکرد. اشک‌ها به طور منظم از چشم‌ها توی دست‌هایش میریخت. به ملایمت. جلوش زانو زدم. دست‌هایم را روی دست‌هایش گذاشتم. مرا به جا آورد. علت گریه کردنش را نپرسیدم.
دلیلی نداشت یا زیادی دلیل داشت. چهره رومن را موقع جدا شدن جلوی نظر آوردم. اینجا در اتاق این پیرزن که به کوچکی اتاق یک دانشجو بود. قضیه فرق می کرد. نمک و آب، ولی با طبیعتی دیگر. رومن هخ کنان برای دل شکسته‌اش گریه می کرد. مثل بچه‌ای که برای عروسک شکسته‌اش گریه کند. او با اشک‌هایش چیزی را طلب می کرد. بانوی سالخورده چیزی نمی خواست. اشک‌هایش جای فریادها را نمی گرفت. جای هیچ چیز را نمی گرفت. مثل شبنم یا خون. اشتباه کرده بودم. مرا به جا نمی آورد. برایش آشنا بودم. ولی نه به عنوان خودم. مرا جرمی صدا می کرد. برگشتی جرمی؟ بالاخره چوب دستی جادوییت را در اعماق آسمان جا گذاشتی. تو فرشته مهربانی نیستی. جرمی که دائما طبل می نوازی. گوشهایم را کر می کنی. به علاوه بهتر از اینها باید به من برسی. بیشتر به سراغم بیایی. به هر حال راضیم. فرشته نگهبانم را باز یافتم. دیروز تو را در تلویزیون دیدم. توی میدان سرخ در کرملین آکسدوکر بازی می کردی. بعد پریدی روی گنبد کاملا زرد. از مسکو برایم حرف بزن، جرمی. از این کشور برایم تعریف کن. ظاهرا جای زیبایی است. آن وقت شروع کردم به توصیف روسیه که هرگز به آنجا نرفته بودم. درختها، کوچه‌ها، خانه‌ها، چهره‌ها، آسمان، باز هم درختها. تقریباً رقص کنان به هتل برگشتم. سبکبال. برای اولین بار در زندگیم طرحی داشتم. اجرا کردنش بامزه، ساده و آسان بود. 1 یا 2 هفته وقت لازم داشت. مدت زمانی که نوشته هایم را تمام کنم و با سایه هایم خداحافظی کنم. 27 سال دارم و پدر و مادرم طوری درباره من با هم بگو مگو می کنند که انگار 7 سالم. صدای پدرم را پایین توی حیاط می شنوم. به مادرم درس زندگی می دهد. به او یادآوری می کند که زندگی چقدر دشوار است و آنها نمی توانند هزینه‌های ابلهی 27 ساله را همچنان تحمل کنند. ابلهی که روزها وقتش را به ماندن در اتاقش و خواندن رمان می گذراند. وقتی پدرم اینطور حرف می زند و مادرم ساکت است، یعنی الان است که بزند زیر خنده. نگفتم. درست وسط حرف پدرم که درباره فواید کار کردن حرف می زند، قهقه خندش بلند می شود. 6 ماه است که در خانه پدر و مادرم هستم. 6 ماه است که این صحنه‌ها تکرار می شود. هر هفته 1 بار. بیشتر وقتها روز شنبه. این ماجرا می تواند مدت‌ها ادامه یابد. خودم را زیر بال مادرم آسوده حس می کنم. جایم گرم و نرم است. کارش را به خوبی انجام می دهد. کار مادرها این است که از بچه‌ها در برابر اخلاق تند پدرها حمایت کنند. و پدرها چی؟ کارشان به گمانم از همان ردیف است. بچه‌ها را از خلبازی‌های زیاد مادرها مسئول نگه دارند. برای من یک طرف قضیه درست بود. طرف مادرم. چرا؟ نمیدانم. شاید در یک زوج فقط یک فرد کامل وجود دارد. نه 2 تا. نفر دوم لبخند زنان یا غرولند کنان به دنبال اولی می رود. و این فقط دنبال رو است. چون بخشی از نیروهایش را از دست داده است. زوج بودن چیز دشواری است. مثل همه چیزهای ناممکن. وانگهی در واقع چه اهمیتی دارد که چگونه باید باشد؟ هر طوری که هست برای نشاط من کافی است. راضی دارم. زندگی خیلی دوستم دارد. همیشه به سراغم می آید. چرا باید فراموشش کنم؟ کتاب‌هایی را که به نسبت قطرشان انتخاب کردم می بلعم. نه کمتر از 700 یا 800 صفحه. وقتی که برای خواندن آنها صرف می شود واقعا وقت نیست. از صفحه‌ای به صفحه دیگر. از مرزها می گذرم. وارد خانه‌های به خواب رفته می شوم.
آن دختر گریز پاست در من که کتابها را می‌خواند و تا وقتی به آخرین جمله نرسیده هیچ ژاندارمی نمی‌تواند پیدایش کند. سرش رو به آسمانی است که در آغاز اولین فصل آبی بوده و حالا سیاه است. من 27 سالم، ولی کتابخوان‌ها سن و سال مشخصی ندارند. در برابر کتابی گشوده فقط کودکی است که پس از ساعت 10 شب با بازی‌هایش در کوچه به حال خود رها شده. 3 روز و 3 شب را با آنا می‌گذرانم. آنا کارنینا، 909 صفحه. او و ورونسکی جوان در اولین دیدارشان در برابر چشم‌های کیتی که عاشق ورونسکی است دارند می‌رقصند و من هر سه را نگاه می‌کنم. عشاقی در دنیای ناشناخته اشتیاقشان با این چشمانداز نابود شده. از پنجره نیمه باز قصر نیکیتین، میان همهمه ارکستر، صدای مادرم را میشنوم که میپرسد برای شام چی میخواهم بخورم. سالاد هویج یا گراتن آندیو. میتوانم تمام عمرم را به این ترتیب بگذرانم. در این اتاق و میان این آبهای آمیخته با رویا و واقعیت. چقدر این سایه ها را در کتاب ها دوست دارم. هیچ کس نمیتواند مرا از آغوششان بیرون بکشد. هیچ کس جز سایه هایی دیگر. 10-12 تایی که وارد گورستان میشوند. میروند به طرف پدرم. نامه ای را از شهرداری نشانش میدهند. اجازه نامه‌ای برای فیلم برداری یک فیلم پلیسی. یک صحنه به خاک سپاری. 20 ثانیه تصویر. 3 روز کار. این اولین آشنایی من با سینماست و این آشنایی خوشحالم می‌کند. صرف وقتی زیاد برای تقریباً هیچ. پدرم که ابتدا تعجب کرده و بعد راضی شده. سرانجام دلخور می‌شود. کارگردان پس از اینکه مدتی طولانی او را مورد سوال قرار داده، از یکی از هنرپیشه‌ها می‌خواهد نقش گورکن را به جای او اجرا کند. بخت با من بیشتر از او یار است. نقش سیاهی لشکری به من واگذار می‌شود. جزو یکی از تشریح کنندگان هستم که به غرب نزدیک می‌شوند و گل رز زردی را درون آن می‌اندازند. گلفروش ظرف 2 ساعت درآمد 1 هفته را به جیب می‌زند. من از ماجرا هیچ چیز نمی‌دانم. از ما می‌خواهند برای زنی که در دهکده خیلی دوستش می‌داشتند گریه کنیم. صحنه 4 بار فیلم برداری می‌شود. 4 بار پشت سر هم قلبم می‌شکند و چشم‌هایم از اشک خیس می‌شود. بار اول به خودم می‌گویم این رومن است که در تابوت خوابیده. بار دوم می‌گویم پدرم است. 2 دفعه آخر را برای آنا و معشوق نظامیش گریه می‌کنم. بین هر فیلم برداری من این طرف و آن طرف می‌روم. جرأت نمی‌کنم به کارگردان نزدیک شوم. یک خیکی کوچک است و نشانیم را یادداشت می‌کند و قول می‌دهد برای موارد دیگری که به سیاهی لشکر نیاز داشتند خبرم کند. 3 ماه بعد پیرو گفتگویی تلفنی باید بروم به گروهی نزدیک مارسی بپیوندم. فیلمی است با لباس‌های فاخر. شاید گفتن جمله‌ای هم به من واگذار شود. میپرسم چه جمله‌ای؟ میگوید کلاهتان را فراموش کردید آقا. تمام شب این جمله را تکرار میکنم. خوشحالم. چمدانهایم را میبندم. وقتش رسیده دست به کاری بزنم. سینما هم مثل سیرک است. همان شادی تغییر لباس و قیافه دادن و همان وقار و اهمیت بازی. بخت خیلی با من یار است. این چیزی است که بقیه سیاهی لشکرها به من میگویند و راست است که همه چیز خیلی سریع میگذرد. مارسی، روان، پاریس. پیشنهادها پشت سر هم میرسد. به زودی دیگر نیازی نیست از آنها چیزی بخواهم. به من گوشزد میکنند که چنین چیزی در کار سینما خیلی کم اتفاق میافتد. سر در نمیآورم چی به من میگویند. و شاید هم شانس یعنی همین. داشتن چیزی بیان که آدم درک کند و حتی بیان که بداند آن را دارد. خودم را یک هنرپیشه به حساب نمی آورم. یک سیاهی لشکرم. روی برگه حقوقم اینطور نوشته شده است. هنرپیشه ها داخل ماجرای فیلم هستند. سیاهی لشکرها بیرون از آن. از نزدیک ماجرا را لمس می کنند.
ولی وارد آن نمی‌شوند. کار من این است که آن کسی باشم که آنها می‌خواهند. زنی انگلیسی در حال گذراندن تعطیلات. منشی یک وکیل مدافع. مشتری در یک مغازه. کار پیچیده‌ای نیست. همه کس بلد است آن را انجام دهد. شما توی روشنایی جلو میایید. آمدن شما را نگاه می‌کنند. و این شما نیستید که میایید. کس دیگری است در وجود شما. یک استراحت. چیزی بیشتر از کار. محبتی واقعی. ته کیفم دفترچه با جلد چرمی سیاه دارم. مخصوص نوشتن نشانی‌ها. توی آن نشانی عده‌ای از آدم‌های مشهور و بسیاری هم آدم‌های ناشناخته را یادداشت کردم. و همگی دوستانم هستند. شدم جزو خانواده بزرگ سینما. روی عکس‌های دست جمعی من آن دختر گندمگون کوچک اندامی هستم که میتوان در پس زمینه حدس زد. چهره‌ام را کسی که جلوی من ایستاده تا اندازه‌ای پوشانده است. توی فیلم کم دیده میشوم و این اهمیتی ندارد. من جزو خانواده‌ام. پذیرفته شده و مورد استقبال قرار گرفته. آنهایی که دوستمان دارند خیلی بیشتر از کسانی که از ما متنفرند ترسناکند. مقاومت کردن در برابرشان هم خیلی دشوارتر است. و از دوستان کسی را بهتر سراغ ندارم که شما را به کاری وادارد که عکس کاری است که دوست داشتید انجام دهید. عزیزم، تو باید این نقش را بپذیری. جان من. باید مطلقاً به این وعده ملاقات بروی. پیشنهادی مثل این را هیچ کس رد نمی کند. تا اینجا به حرف کسی جز غریزه‌ام گوش نکردم. راستش من به این نمیگویم غریزه‌ام. خودم به خودم میگویم فرشته من. فرشته هم یک عقب مانده ذهنی، یک گرگ بچه. این فرشته گاهی خاموش، گریزپا و وحشیم میکند. این روش خاص اوست برای مواظبت کردن از من. همین فرشته هم است که در گریزهایم همراهم میآمد. و هم او بود که از بالای شانه‌ام میخواند. او بود که مرا ابتدا از آغوش رومن و بعد از آغوش دیو بیرون کشید. و حالا او را از دست دادم. از خودم میپرسم کجاست و شروع کردم هر کاری را انجام دادن. عزیزم، قشنگم، هیچ چیز را نباید رد کرد. باید از پله‌های نردبان بالا رفت. یکی به یکی. وقتی به آن بالا رسیدی، میتوانی با پایت نردبان را هل بدهی و بیاندازی. تا رسیدن به آن بالا، پله‌ها را یکی به یکی طی کن. تو که از حالا نمیخوای خودت را بگیری، ها؟ نه، خودم را نمیگیرم. قورت میدهم. قراردادها را، قولها را و تملقها را. از پله‌های نردبان بالا میروم. زمان میگذرد. همه چیز رو به راه است. جز این که من در همه چیز نیستم. چیزی در سر یا در قلبم کرخت میشود. این کرختی باید بر اثر موفقیت باشد. مثل آمیزه‌ای از الکل و داروی آرام بخش. قبول کنید. موفقیتی کوچک. تازه از خطی که هنرپیشه‌ها را از سیاهی‌های لشکر جدا می‌کند گذشته‌ام. پس از گذشت 4 سال، بزرگترین نقشی که به من واگذار شده 3 دقیقه و 27 ثانیه طول می‌کشد. ولی موفقیت‌های کوچک وجود ندارد. به یاد غرور رومن می‌افتم هنگام انتشار اولین کتابش که به هزینه نویسنده چاپ شده بود و در هیچ کتاب فروشی هم پیدا نمی‌شد. غولی در عالم ادبیات زاده شد. الاغ‌هایی هستیم که اندکی یونجه خوشحالمان می‌کند. سایه‌هایی هستیم که اندک بادی لباس به تنمان می‌کند. دنیا مثل پرده سینما پخش است. من جزو خیمه شب بازی‌های چینی شدم که سایه‌هایی هستند روی پرده. من فقط با سایه‌ها نشست و برخاست دارم. هنرپیشه‌ها آدم‌هایی هستند که فراوان همدیگر را می‌بوسند و فراوان‌تر از آن از هم نفرت دارند. هنرپیشه‌ها آدم‌های ذلیلی هستند مثل من و شما. همواره در جستجوی آینه‌ای هستند تا همان پرسش‌ها را مطرح کنند. بگو ببینم آینه، راستش را بگو. اگرچه رو راست حرف زدنت را نمیتوانم تحمل کنم. آیا به اندازه کافی دوستم دارند؟ همچنان مورد علاقهشان هستم؟ هنرپیشه‌ها گل‌های بزرگ آسیب پذیری هستند که زیر خورشید دوربین‌ها شکوفا می‌شوند و با خواندن روزنامه‌ها پژمرده. روزنامه‌نگارها سلاطین واقعی این دنیا هستند. همیشه در تب و تاب، در ناتمام ماندن، هرگز وقت برای چیزی نداشتن. سلاطین این دنیا مثل برده‌ها زندگی می‌کنند.
خبرنگارها آدمهایی مثل من و شما هستند. فراموشکار و پرحرف. سالها سپری می شود. آینه ها کارشان را انجام می دهند و پول سرازیر می شود. از این دوره فقط 2 داستان به یاد دارم. آنها را به شکل ارزشمندانه‌ای در ذهنم نگه داشتم. همیشه چیزهایی را که مرا به لبخند زدن و اندیشیدن واداشتم به ذهنم سپردم. با بقیه نمیدانم چه می کنم. به گمانم دورشان می اندازم. دلتنگ شدن برای کسی یا چیزی جز ویژگی‌های من نیست. اولین داستان در استودیوی رادیویی آغاز می شود که همراه با یک کارگردان به آنجا دعوت شدم. خبرنگار مرد کوچک اندامی است با چشم‌های درشت و گرد. برای تایید هر یک از تذکراتش از جا می جهد. انگار یک قورباغه است. صحنه به صحنه فیلم کارگردان به طور خلاصه شرح می دهد و از هم پاره‌اش می کند. ولی آقای عزیز، چگونه آدم می تواند تا این اندازه بیحال باشد؟ و این همه بی‌استعداد. فیلم شما چنان نفرت انگیز است که می تواند در عالم سینما منحصر به فرد شود. فیلمی واقعا منحصر به فرد. حالا روی صندلیاش بالا و پایین میپرد و با نقل قول از گفته‌های توریسین‌های بزرگ سینما شروع به فضل فروشی می‌کند. کارگردان روبروی او نشسته و فقط خنده تحویلش می‌دهد. در پایان برنامه خبرنگار ناگهان مهربان می‌شود و ما را به نهار دعوت می‌کند. کارگردان لحظه‌ای تردید می‌کند و بعد می‌پذیرد. پیش از ترک کردن استودیو، خبرنگار نگاهی به اطراف میز می‌اندازد که طبعاً خالی است. 4 بار این کار را می‌کند. شمردم. هر بار با کف دست روی میز می‌زد و به صدای آهسته تکرار می‌کند. خب، من حتی کلیدهایم را هم فراموش نمی‌کنم. هیچ چیزی را جا نمی‌گذارم. خب. و در آخر غذا در رستوران همان نمایش خنده‌دار. همان بالا و پایین پریدن دور میز پر از بشقاب و گیلاس و کارد و چنگال. دستی که پنهانی هر بشقاب را بلند می‌کرد به این خاطر که نکند چیزی زیر آنجا گذاشته باشد. و همان زمزمه تکراری. هیچ چیزا جا نمی‌گذارم. ببینم. کلیدهایم که در جیبم است. هیچ چیزا فراموش نمی‌کنم. خب. آن روز فهمیدم خودستایی بعضی از مردها از کجا سرچشمه می‌گیرد و چه حقارتی در خود پنهان دارد و چه وحشتی از فکر گم کردن چیزی از خود در این دنیا. بعدها وقتی با ارباب‌های کوچکی نظیر او برخورد می‌کردم، در ذهنم آنها را حفظ کنندگان کلیدها می‌نامیدم. حرفهایشان هر قدر هم که درخشان و جالب بود، مرا بی‌اعتنا بر جا می‌گذاشت. می‌دانستم زیر این حرف‌ها چه چیزهایی پنهان است و به همان اندازه چهرهایی که مثل قورباغه‌های ترسو خودشان را باد می‌کنند، بی‌اهمیت است. دومین داستان در دفتر یک تهیه کننده اتفاق می‌افتد. سینماگری جوان در آنجا نعره‌زنان روزنامه‌هایی را پاره می‌کند. فیلمش روی اکران آمده است و درباره آن حرفی نمی‌زند. یقین دارد توطئه‌ای در کار است. به علاوه بابت این موضوع دلیل هم دارد. تهیه کننده لبخند زنان در گنجه‌ای را باز می‌کند و یک بطری ویسکی با 2 گیلاس از آن بیرون می‌آورد. صبر می‌کند روزنامه‌ها ریز ریز شود. به خاک یا خمیر تبدیل شود تا دخالت کند. ولی دوست عزیز، در قضاوتتان اشتباه می‌کنید. هیچ کس بدخواه شما نیست. برای اینکه بعد شما را بخواهند، باید به شما توجه کنند. و در این ماجرا منظورم فقط عالم سینما نیست، همه دنیاست. گوشتان با من است دوست عزیز، همه دنیا. در این دنیا هیچ کس به کسی توجه ندارد. هیچ کس شما را شکنجه و آزار نمی‌دهد. به هذیانگویی خاتمه دهید. بی‌اعتنایی و تنبلی فرض‌های مطمئن‌تر از بدخواهی هستند. این راست است که هیچ کس به فیلم شما اهمیت نمی‌دهد، ولی خواهش می‌کنم از این قضیه ماجرای شخصی برای خودتان درست نکنید. باز هم به شما میگویم. توطئه‌ای در کار نیست. فقط این است. بی‌اعتنایی طبیعی، مشترک و ژرف. شما اگر قربانی آن شده اید، همگی ما هم قربانی هستیم. همانطور که همگی در این حال مقصر هم هستیم. مواظب اعصابتان باشید، دوست عزیز. بروید به سراغ فیلم آینده‌تان بیان که به روزنامه‌ها محل بگذارید و نه به تماشاچی‌ها و نه حتی به تهیه کننده‌ها. همواره همین 2 دشمن را خواهید داشت. همگی ما این 2 دشمن را داریم. و اگر این همه قوی‌اند، به این دلیل است که ما کمکشان می‌کنیم. بی‌اعتنایی طبیعی، همگانی و ژرف، تنبلی طبیعی، همگانی و ژرف. باید حدس می‌زدم.
فرشته هم برمیگردد و جز در یک فرودگاه کجا میتوانست به سراغم بیاید؟ سرانجام نقشی واقعی به من پیشنهاد میکنند. با یک جست چندین پله نردبان را بالا خواهم رفت. فیلمبرداری در کانادا صورت خواهد گرفت و درست پیش از سوار شدن سردرد شدیدی مرا زمینگیر میکند. فرشته‌ام است که در مغزم گامهایش را آهسته میکند و سرانجام جایش را اشغال میکند. جای واقعیش را در گودی گوشم. نه نه به کانادا برو، نه فیلم بازی کن و نه شبح شو. چمدانهایت رو بگذار و برو به ژورا. فرشته‌ام میگوید بحث نکن. نباید دوباره شروع به بحث کردن بکنی. سری میروی به ژورا، هتلی پیدا میکنی و همه چیزا از آغاز برایم مینویسی. سیرک، مدرسه، گورستان، همه اینها را برایم از سیر تا پیاز تعریف میکنی. بعد چی؟ یعنی چی بعد؟ فرمولت را فراموش کردی؟ کلمه عبورت، طلسمت را؟ نه، فراموش نکرده بودم. بعد خواهیم دید. آمدم توی آشپزخانه و از صاحب هتل خواهش کردم صبحانه برایم تهیه کند. زد زیر خنده. نمیدانید به زودی موقع شام خوردن است؟ به ساعتم نگاه کردم. 6 بعد از ظهر بود. 18 ساعت یک سره خوابیده بودم بیان که متوجه شوم. اگر قرار باشد عکس فرشته‌ام را بکشم، موهایش را قرمز می‌کنم. با بالهای سفید کمی چروکیده و به ویژه او را در مشغولیت اصلیش نشان خواهم داد. دارد خمیازه می‌کشد. کار فرشته‌ام این است که مرا از دنیا جدا کند و از خودم. و برای این کار میل شدیدی به خوابیدن به من بدهد. همیشه با یک خواب است که زندگی جدیدی به من رو می‌آورد. چیزی نزدیک می‌شود و نزدیک شدن این چیز فرسوده‌ام می‌کند. من مثل آن سربازی هستم که جنگ‌هایش را پیش از جنگیدن می‌کند و خستگی آن را پیش از اینکه جنگی درگیرد احساس می‌کند. بعد وقتی خوب استراحت کردم، همه چیز ساده می‌شود. جنگ وقتی واقعاً در می‌گیرد، بازی بچگانه‌ای بیش نیست. خستگی، کندی و خواب همیشه دوستان من بودند. کوچکترین کاری در این زندگی همیشه نیروی عظیم و بیهوده از من طلب کرده است. انگار برای انجام دادن آن باید دنیا را سر دست بلند بکنم و هر بار زاده شوم. خوب میفهمم چرا بچه‌های شیرخوار بیشتر وقتشان را به خوابیدن می‌گذرانند. آنها کاری واقعاً عملی انجام می‌دهند. قطره‌ای از حقیقت را می‌مکند. فقط یک قطره. آن را با تمام بدن صورتی و پرچین و چروکشان می‌مکند. با چشم‌های کوچک گردشان آن را می‌بلعند. با زبان کوچک گربه مانندشان آن را می‌لیسند. یک قطره از حقیقت. یک هیچ. یک چیز بفهمی نفهمی را. قطره‌ای از حقیقت که روی روح سفیدشان می‌چکد. مثل قطره روغنی روی آتش. و بیدرنگ خسته می‌شوند. به سطوح می‌آیند. مجبور می‌شوند همه چیز را متوقف کنند. همه چیز را به حالت تعلیق درآورند و بروند به سراغ ساعت‌ها خواب. بچه‌های شیرخوار با خوابیدن بزرگ می‌شوند. اندک اندک. به طرز نامحسوسی قد می‌کشند. وزن و نیرویشان افزایش می‌یابد. گوش‌ها کلوفتر می‌شود. لب‌ها کمتر می‌لرزند و چشم‌ها کمتر وحشت می‌کنند و با دقت بیشتری به اطرافشان می‌نگرند. فرشته‌ام حق داشت. دختر بزرگی شدم. با آمدن به ژورا برای اینکه کاری نکنم بزرگ شدم. نوشتن بخشی از این خواب بود. به این دست‌نوشته روی میز نگاه می‌کنم و به خودم می‌گویم اگر آن را نوشتم به این خاطر بوده که فرصت تصمیم گیری به خودم بدهم. بگذارم این تصمیم در وجودم گرفته شود. شاید آدم هیچ وقت چنین کاری را برای خود آن کار نکند، بلکه برای این باشد که به خودش فرصت انجام کار دیگری را بدهد که کاملا شبیه او خواهد بود. آنچه خودم را آماده به انجامش می‌کنم خیلی به من شباهت دارد. بله، فرشته‌ام درست می‌دید. دختر بزرگی شدم. در ژورا خیلی رشد کردم. پیش از آن چنین کاری امکان پذیر نبود. همیشه پای کسانی در میان بود. پدر و مادر، شوهر، دوستان. آدم با دیگران نمی‌تواند رشد کند. آدم فقط با گریختن از چنگ عشقی که نسبت به ما ابراز می‌کنند می‌تواند رشد کند. عشقی که گمان می‌کنند برای شناختن ما کافی است. آدم فقط با انجام کارهایی بدون حساب و کتاب پس دادن به آنها می‌تواند بزرگ شود. تازه اگر هم حساب و کتاب پس بدهد، سر در نخواهد آورد. چون آن کارها با آن قسمت از ما
که ناپیدا و دست نیافتنی سر و کار دارد. بخشی که زیر شنل پوشاننده عشق که به روی شانه‌هایمان انداختند قرار نگرفته است. این بخش از وجود آدم از آن فرشته است یا گرگ. مطمئن نیستم به فرشته‌ها اعتقاد داشته باشم، ولی گرگ‌ها وجود دارند. حتی به طور دوگانه هم وجود دارند. یک بار در جنگل‌ها و بار دوم در افسانه‌ها که مانند جنگلی از واژه‌ها هستند. فرشته‌ها را نمی‌دانم. آنها را در کتاب‌های نقاشی دیدم. انگار پسر بچه‌هایی هستند در لباس خواب بلند. می‌دانم که فرشته‌هایی هم در داستان‌های کتاب مقدس وجود دارند. به فرض اینکه آنها واقعا وجود داشته باشند. نقاشی و کتاب مقدس باید مسکن دومشان باشد. مادر بزرگم حتی 1 ثانیه در وجود آنها تردید ندارد. هر بار که در اتاقش را باز می‌کنم، یکی از آنها را می‌بیند. آه جرمی، آمده ای من را ببینی؟ حالا هر روز به دیدنم میایی؟ چه خوب است. پرستار به من اطلاع داد بانوی سالخورده هفته آینده در یک بیمارستان امراض روانی جا داده خواهد شد. می‌دانم دردآور است، ولی بیشتر از این نمی‌توانیم او را در اینجا نگه داریم. روزها گریه می‌کند و شبها فریاد می‌زند. همه همسایه‌هایش از دستش شاکی‌اند. من چیزی نگفتم. فقط فکر کردم جا دادن کلمه عجیبی است که هم برای آدم‌ها به کار می‌رود، هم برای پول. همچنین به خودم گفتم که بانوی سالخورده وقتی با من است دیگر گریه نمی‌کند یا خیلی کم. حتی گرایش به خندیدن دارد. چون فکر می‌کند فرشته‌اش با این ماجراهای گرگ، دیو و دلقک خیلی بامزه است. چند روز است دست‌نوشته را با خودم به خانه سالمندان میبرم و برایش میخوانم. گفته‌های پرستار مرا نگران نکرده است. من تصمیمم را گرفته بودم و شروع کرده بودم به تهیه مقدمات آن. اول از همه پول. رفتم به بانکم در سنت کلود. حسابم را رسیدگی کردم و همه موجودیم را گرفتم. کارمند پشت باجه رئیسش را صدا زد و او هم کوشید متقاعدم کند که همه پولم را نقد نگیرم. به نفعتان است مادمازل. تعدادی سهام و اوراق بهادار داشته باشید. اوراق بهادار جدیدی برای ما رسیده که امتیازهای زیادی دارد. مادمازل میگوید نه. رئیس پافشاری میکند. من آغاز داستان کوتاهی از لافونتن را برایش نقل میکنم که میگوید مورچه وام به کسی نمیدهد و این موضوع هم هیچ عیبی و نقصی به شمار نمیآید. جمله عجیبی است در مورد مورچه ها. اینطور تصور نمی‌کنید آقای رئیس؟ من جیرجیرکم و جیرجیرکم میمانم. رئیس خندید. اول رنگ زرد، بعد اتومبیل. معامله ظرف 5 دقیقه سر میگیرد. فروشنده از امکانها، قدرت موتور و راحتی آن برایم حرف زد. خیلی سریع حرفش را قطع کردم. آنچه مورد نظرم است آقا، رادیوی پخشی است با کیفیت عالی، با 4 تا چرخ دور و برش. بانوی سالخورده در تمام روز دیگر هذیان نمیگوید. حتی گاهی هم مرا به جا میآورد. به طور مثال دیروز دیگر جرمی صدایم نکرد. از نو گریه کرد. متاسف از اینکه آنجاست. متاسف از بودن خودش. و من به خودم گفتم شاید جنون به جای اشک‌هایی آمده که آدم نمیتواند آنها را بریزد. از نقشه‌ام برایش حرف زدم. 2 روز دیگر با اتومبیل میایم سراغش و بیان که به کسی حرفی بزنی از آنجا میرویم. فقط او تصمیم خواهد گرفت به کجا برویم. بقیه کارها را خودم انجام خواهم داد. گرفتن هتل، جستجو در کتاب راهنمای گردشگری، پیدا کردن جاهای دیدنی. حیرت زده نگاهم کرد. چند دقیقه چیزی نگفت. گمان کردم میخواهد نپذیرد. بعد بینیش را بالا کشید و با صدای دختر بچگانه‌ای گفت: ایتالیا، امکان دارد؟ بله، امکان دارد. هلند چی؟ بله، هلند هم امکان پذیر است. اسم کشورهای دیگری را هم برد. همگی امکان پذیر بودند. فردا میروم دنبالش. اول با ایتالیا شروع میکنیم. وقتی داشتم از اتاقش خارج میشدم به صدای بلند فریاد زد: نه، بهتر است از هلند شروع کنیم. بعد زد زیر خنده. خنده‌ای سبک و شفاف. این خنده را تا هتل با خودم بردم. حالا میفهمیدم چرا به این گوشه از جورا آمدم. گاهی باید کارهایی را کرد بعد فهمید چرا و به ویژه بعد که چرا آدم آن کارها را کرده است. خوابیده است. سرش را روی شانه راستم گذاشته. آهسته میرانم. 60-70 کیلومتر در ساعت. برای اینکه از چشمانداز چیزی را از دست ندهم. در برابرم نه لاله است نه آسیا. فقط منطقه است تجاری نزدیک لیموش. فرقی نمی کند.
زیبایی همه جا خواب‌آور است. نه فقط در کاسبرگ‌های گل لاله یا روی پره‌های آسیاب. زیبایی به شانه راست من تکیه داده است. در این لبخندی است که روی چهره‌ای پرچین و چروک شناور است. این لبخند از امروز صبح که آمدم بانوی سالخورده را همراهم آوردم، چهره‌اش را ترک نکرده است. وقتی دید تغییر برنامه کاملا موافق میل من است، گفت: آه جرمی، دیشب تمام مدت پرک به هم نگذاشتم. بس که از فکر این سفر به هیجان آمده بودم. ببین، من تغییر عقیده دادم. هلند را بعداً هم می شود رفت. می تواند منتظر بماند. یک کشور مثل آدم ها نیست. از امروز به فردا ناپدید نمی شود. دود نمی شود برود به هوا. بنابراین بعدها خواهیم رفت. وانگهی در نهایت نه. به تو می گویم کجا را ترجیح می دهم. جرمی، من عادت به گفتن ندارم. بیشتر به اطاعت کردن عادت دارم. بعداً برایت تعریف می کنم. ولی با تو همه چیز فرق می کند. آدم با فرشته‌اش انگار با خودش هست. آدم با او هست و در این حال کاملا تنهاست. خب من برنامه را اینطور در نظر گرفتم. جرمی، گوش کن عزیزم. هلند، ایتالیا و بقیه کشورها را میگذاریم برای بعد. در فرانسه میمانیم. به سرگذشتت فکر کردم. دلم میخواد مرا به سیرکت ببری. دوست دارم بندباز، رام کننده حیوانها، دلقک و شیرها را ببینم. نمیدانم تا چه مدت دیگر زنده‌ام. من مثل این خاله زنک‌ها نیستم که درباره آب و هوا پرگویی کنم تا درباره مرگ حرفی به میان نیاید. من هر روز که از خواب بیدار میشوم منتظر همه چیز هستم. هم هوای خوب و هم مرگ. تو خوب درک میکنی جرمی. پنیر و دسر. میدانم که تازگی‌ها خبری از سیرک نداری، ولی توانی پیدایش کنی. به علاوه پیش آنها ارج و قربی داری. دلم میخواهد از آنها تقاضا کنی جایی هم میان خودشان به من بدهند. من توی یک انگشتانه هم میتوانم بخوابم و برای غذا هم آدم سختگیری نیستم. من ترجیح میدم به جای لاله ها فیل ها را ببینم. دلم میخواهد بقیه عمرم را در خانه‌ای به سر برم که حرکت میکند و در اتاق مجاورش شیرها سکونت دارند. بگو ببینم فرشته من، آیا این کار امکان ندارد؟ مثل رفتن به کره ماه هست؟ نه، مثل رفتن به کره ماه نبود. کم و بیش خود ماه بود. به مادرم تلفن کردم. در راهنمای حرفه‌ها و شغل‌ها گشتم. هیچ رد پایی از سیرک نیافتم. یادم میآید چه مسیری را در سراسر کشور میپیمود. همیشه هم همان مسیر بود و با همان نظم و ترتیب. مانند عقربه‌های ساعت. سر ظهر میشود پاریس. ساعت 12:30 مارسی است. 1:01 بروتانی. و به همین ترتیب بقیه شهرها. بنابراین در جهت حرکت عقربه دقیقه شمار حرکت کردم. از هر شهر که می‌گذشتم درباره آن سوال می‌کردم و یافتمش. آنها در لیموژ هستند. وقتی بانوی سالخورده بیدار شود، خانه جدیدش را خواهد دید. چادر سیرک را از دور می‌بینم. آهسته و آهسته تر می‌روم. بانوی سالخورده هنوز بیدار نشده است. عقب ماشین کمی به هم فشرده نشسته بودند. حالا بد نیست کمی پاهایشان را از حالت خواب رفتگی بیرون بیاورند. توی آینه جلو نگاهشان می‌کنم. گروه 3 نفره دلپذیری را تشکیل می‌دهند. واقعاً گروهی ظریف. یک گرگ با دندانهای زرد، یک فرشته با موهای سرخ و خیکی. خیکی تاثیرناپذیر که میان آن دوتای دیگر فشرده شده است و دارد یکی از آهنگ‌های هنر گریختن را با سوت می‌زند. نه اشتباه می‌کنم. بیشتر یک سونات است یا چیزی شبیه این. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avogabooth.com